نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی حفظ قرآن کریم، همکاران و همکلاسی های بزرگواری که تا این برنامه و تا این صفحه کلام الله مجید، یعنی صفحه 62 که انشاءالله با امید الله متعال در این برنامه آغاز خواهیم کرد، ما رو همراهی کردید. الله رو شاکریم و تبریک عرض میکنیم خدمت همه عزیزانی که با ما در حفظ 3 جزء اول قرآن کریم همراه بودن و این توفیق و سعادت نصیبشون شده که 3 جزء اول کلام الله مجید رو در سینه و قلب خودشون داشته باشن. و پیشاپیش تبریک میگیم اون عزیزانی که هنوز فرصت نکردن یا نرسیدن به پایان جزء 3، ان شاء الله اونها هم به زودی به ما ملحق خواهند شد و به پایان جزء 3 کلام الله مجید خواهند رسید. واقعا توفیق الله متعال است و فضل و منت ایشون که این سعادت نصیب ما شد تا 3 جزء از کلام الله مجید رو به خاطر بسپاریم و بیاری الله متعال. به همراه شما عزیزان در این برنامه انشاءالله جزء 4 رو آغاز خواهیم کرد و 3 صفحه اول جزء 4 رو مطابق معمول هر هفته که در برنامه حفظ قرآن کریم 3 صفحه برای حفظ در هفته پیش رو داشتیم، انشاءالله صفحات 62 63 و 64 رو به همراه شما خوبان عزیزان ترجمه اون رو بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اون در 3 صفحه‌ای که در برنامه گذشته حفظ کردیم، از اونجایی که آیات مشابه وقتی که انسان حفظ میکنه بیشتر باش به هر حال تعامل داره و بیشتر باش درگیره در تشخیص بین اینکه این آیه در آیه مشابهی که در این آیه هست و در این صفحه هست چه تفاوتی با آیه قبلی که حفظ کرده و در لفظ با این آیه مشابه بوده داشته. گرچه در برنامه گذاشتم یک اشاره کوتاهی داشتیم به برخی از آیاتی که در این 3 صفحه بود، این 3 صفحه آخری جزء 3، بازم برای تاکید بیشتر یک اشاره می‌کنیم در ابتدا به برخی از آیات مشابه و برخی از رمزهایی که میتونه ما کمک بکنه در تشخیص تفاوت بین آیات مشابهی که در این 3 صفحه بود با آیاتی که قبل از این 3 صفحه ما داشتیم در طول 58 صفحه گذشتهش. گفتیم که در آیه 73 اونجایی که الله متعال فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الهدى هدى الله. قل ان الهدى، این آیه، این جزء آیه قل ان الهدى، این کلمه با بخشی از آیه 120 از سوره مبارکه بقره مشابه بود در ابتدای صفحه 19. و تفاوت این آیه و اون آیه این هست که اونجا ما تعبیری که داشتیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى، اونجا روی کلمه ان وقف میشد، یعنی وای میستادیم، چرا که کلمه هدا الف و لام نداشت اونجا، اینجا الف و لام داره. قل ان هدى الله هو الهدى در جزء 1 آیه 121، اینجا قل ان الهدى هدى الله، اینجا تنوین، اینجا نون مشدد میچسبه به کلمه الهدى. و برای اینکه بیشتر در ذهنمون بمونه میتونیم یک رمز کوچیکی در ذهنمون بگذاریم و اون این که همیشه ما
برای اولین بار وقتی که با یک چیزی روبرو میشیم، با یک تعبیری، با یک اصطلاحی، با یک واژه‌ای، با یک شیء جدید، یک مکسی میکنیم به خاطر اینکه بیشتر و بهتر اون رو به خاطر بسپاریم و میتونیم از همین استفاده بکنیم برای جزء اول، یعنی تعبیری که در جزء اول هست در آیه 120 قل ان هدی الله هو الهدی، بگو همانا هدایت همان هدایت الله متعال است. و معنی اینجا گرچه قل ان الهدی هدی الله همون تعبیر رو باز تداعی میکنه و همون معنا رو تداعی میکنه، اما فقط فرقش اینه که اونجا اگر بخوایم بهتر به خاطر بسپاریم در ذهن داشته باشیم که تعبیر قل ان هدی الله اولی بود. قل ان هدی الله هو الهدی، چرا که همیشه در اولین بار و اولین تعبیر ما یک مکسی داریم، همین تو ذهنتون باشه اونجایی که مکس میشه اولی است. قل ان هدی الله هو الهدی. این دومی قل ان الهدی هدی الله. و در همین آیه باز بخش دوم ما یک تیکه‌ای از این آیه باز مشابه است با آیه 76 از سوره مبارکه بقره در پایان صفحه 11 و تعبیر این است که اینجا میفرماید الله متعال قل ان الهدی هدی الله ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم. کلمه یحاجوکم عند ربکم مشابه است با بخشی از آیه 76. اونجا ما داریم که و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الی بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم. یک کلمه بهی در آیه 76 اضافه هست نسبت به این تعبیر و این لفظ از آیه 73 اینجا در سوره مبارکه آل عمران. اونجا یک بهی اضافه داره ابتدا در آیه 76 در سوره بقره، اینجا بهی نداره. او یحاجوکم عند ربکم اینجا تعبیر این گونه است، اونجا او یحاجوکم بهی عند ربکم بود. و برای تفاوت تشخیص تفاوت این دوتا بهتر هست که از حافظه حرکتیتون استفاده بکنید، خود به خود با حافظه حرکتی اعتماد بکنید و همون جایی که در آیه 76 میرسید خود به خود چون اون رو اول حفظ کردید او یحاجوکم بهی عند ربکم به ذهنتون میاد و میتونیم باز یک تعبیر لطیف‌تر استفاده بکنیم. غالبا اشیایی که سنگین‌ترن پایین‌تر قرار میگیرن به خاطر وزنی که دارن. اینا همون مقوله رمز سازیایی که ما بهش اشاره کرده بودیم. رمز فقط کافیه این که شما یک رمزی داشته باشید در ذهنتون به خاطر بسپارید این را. آیه 76 آخرین آیه صفحه 11 هست و تعبیر او یحاجوکم بهی عند ربکم که از لحاظ لفظ بیشتر از اینجاست، یک کلمه بهی بیشتر داره، در پایان صفحه است و آخرین آیه صفحه است. گویی میتونیم اینجوری فرض بکنیم که چون الفاظ بیشتر هستن پایینتر رفته و پایینتر قرار گرفته و اینجا الفاظ کمتر هستن، این گویی که سبکتر از لحاظ لفظ و بالاتر قرار میگیره. اینا تعبیرات رمزهایی است که به ما کمک میکنه که ما این رو فقط به خاطر بسپاریم و بعدها خود به خود نیاز به این رمزها هم نیست، یعنی مسلط میشید و دیگه اینها در ذهنتون هم مثلا بدون اینکه این رمزها تو ذهنتون بیاد خود به خود مد نظرتون میمونه. پس برای اینکه بهتر فراموش نکنیم این تعبیرات رو و تفاوت رو بهتر تشخیص بدیم، علاوه بر اینکه میتونیم از حافظه حرکتی کمک بگیریم در داخل خود آیه و خود به خود به زبون میاد، میتونیم اینجوری هم تشخیص بدیم. اگر عزیزی در این دو تا آیه تشخیص این دو تا که کجا بهی عند ربکم بود کجا بدون بهی بود، اونی که بهی داره پایینتره چون لفظش بیشتره پایین صفحه است، سنگین‌تره پایینتره، و اونی که بهی نداره بالاتر صفحه قرار گرفته. باز در همین صفحه ما آیه آخر این صفحه آیه 77 تعبیر یعنی صفحه 59 از سوره مبارکه آل عمران، آیه 77 بخشی از این آیه با آیه 174 سوره مبارکه بقره مشابهت لفظی داره در بخشی از کلمات، در کلمات ولا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامة ولا یزکی. در پوزش میتونم در آیه 174 تعبیری که ما اونجا داریم کلمه ولا ينظر الیهم نداره، ولا ينظر الیهم نداره و اینجا کلمه ولا ينظر الیهم هم ذکر میشه اینجا، اونجا کلمه ولا ينظر الیهم نیست. ولا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم ولهم عذاب علیم. تعبیر اونجا خفیفتر هست و اینجا تعبیر کمی سنگین‌تر از اون تعبیری هست که در آیه 174 داشتیم ما در سوره مبارکه بقره. میتونیم باز از همین رمزی که ما در بالا استفاده کردیم اینجا هم استفاده بکنیم، چون این تعبیر اینجا باز تعداد الفاظش بیشتر هست و کلمه ولا ينظر الیهم رو اضافه داره نسبت به
آیه 174 آیه 174 در وسط‌های صفحه 26 قرار گرفته و 2 آیه مونده به آخر صفحه است و ما بعد از اون آیه 175 و 176 رو هم داریم در صفحه 26 و اینجا آیه آخر صفحه است. میتونیم این رو هم همین تعبیری که همین رمزی رو که برای آیه 73 داشتیم و تفاوت این آیه با آیه 76 سوره مبارکه بقره این رو در ذهنمون به خاطر بسپاریم. پس میتونید این گونه تصویر سازی بکنید که بین این دو آیه 77 و آیه 174 سوره مبارکه بقره که در صفحه 26 هم هست یک تفاوت هست و اینکه اون آیه از لحاظ لفظ خفیفتر هست و اینجا بنده پوزش می‌دارم و اینجا لحاظ لفظ اونجا خفیفتر هست و اینجا لحاظ لفظ سنگین‌تره و باز خب طبیعتاً چیزی که سنگین‌تر باشه پایین‌تر قرار می‌گیره. این تفاوتی بود که بین این دو آیه یعنی آیه 77 و آیه 174 در سوره مبارکه بقره هست. در آیه صفحه 60 چیز قابل ملاحظه‌ای که زیاد اذیت بکنه ذهن ما رو نداریم. در ابتدای صفحه 61 آیه 84 دقیقاً این الفاظ این آیه با آیه 136 از سوره مبارکه بقره مشابه هست در صفحه 21 آیه دوم و اونجا میتونیم ما یک رمزی اینجا بذاریم و اون آیه این گونه است که تفاوت اول آیه اینجا و اونجا در کلمه قل هست. اونجا قولو داره، کلمه قولو خطاب جمعی هست در آیه 136 در سوره مبارکه بقره و اینجا کلمه قل هست و تفاوت دیگری که در این آیه هست یکی کلمه قل ابتدای آیه است که اونجا قولو هست، یک کلمه دوم تفاوت دوم اینجا کلمه و ما انزل علینا هست و ما انزل علینا اونجا در آیه 136 و ما انزل الینا هست اونجا با الف هست اینجا با عین در گرچه که در لحاظ معنایی زیاد تفاوتی هم با هم ندارن. علینا به معناست که آن چیزی که بر ما نازل شده و اونجا با ما انزل الینا به این معناست که اون چیزی که به سوی ما نازل شده. اما عزیزان میتونن یک رمزی در ذهنتون بگذارید به خاطر اینکه بهتر به خاطرتون سپرده بشه و به خاطر اینکه بهتر بتونید تسلط داشته باشید. در صفحه 21 آیه 136 سوره مبارکه بقره کلمه انزل الینا هست. الینا یک الف داره اولش، الف هم خب یادآور کلمه حرف یادآور عدد یک هست و به خاطر اینکه اون آیه یعنی آیه 136 در جزء یکم هست میتونیم این رو یک ارتباطی برقرار بکنیم بین عدد یک و حرف و کلمه الینا. حرف اولش الف هست، انزل الینا، الف یادآور عدد یک هست و در جزء یکم قرار گرفته. به تعبیر ساده تر اونی که در جزء یک هست با یک شروع میشه، الینا با الف شروع میشه. اینی که اینجا هست در جزء سوم با الینا شروع میشه. خب تفاوت همینقدر کافیه که شما بدونید که جزء یکم با یک شروع میشه، الینا مال جزء یک هست که یک داره و الف داره اولش و اینجا با الینا شروع میشه و ما انزل علینا. تفاوت دیگری که در آیه 84 ما در سوره مبارکه آل عمران داریم با آیه 136 از سوره مبارکه بقره کلمه و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم است. در آیه 136 و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون کلمه اوتی دیگه هم دوباره اینجا تکرار داره در آیه 136 اینجا نداره و باز هم میتونیم از همون رمزی که برای کلمه الینا و علینا استفاده کردیم و ما انزل الینا اونی که در جزء یک بود یک داشت و الف داشت، اینجا در جزء یک کلمه اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم یک کلمه اوتی که یک الف داره اولش یا همون یک به تعبیر دیگر اونجا باز تکرار میشه چون جزء یک یکاش بیشتره و الفاش بیشتره اینجا کمتره. اینا رمزگذاری هست، یعنی شاید لحاظ ارتباط لفظی یک معادله دقیق ریاضی هم نباشه، اینا فقط رمزهایی هست که ما کمک میکنه به خاطر بسپاریم و پیش خودمون این رمزها رو میگذاریم تا بهتر بتونیم این رو تشخیص بدیم. در همین صفحه آیه 87 88 و 89 این سه آیه مشابه هستند با آیات 160 61 و 162 سوره مبارکه بقره در صفحه 24 آیات پایانی این صفحه. آیه 88 خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون این آیه 162 هست با همون تعبیر و همون لفظ. آیه 87 با آیه 161 مشابه هست، آیه 87 با آیه 161 مشابه هست و جزئی از آیه با جزئی از اون آیه مشابه است، کل آیه مشابه نیست
اینجا کلمه ان علیم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، کلمه لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین مشابه است با اون تعبیر. اونجا علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، اونجا لعنت الله اونجا به ضم لعنه است به خاطر اعرابی که در جمله داره تفاوت اعرابی. اینجا لعنت الله است به خاطر ان تنوین، به خاطر اینکه کلمه ان قبلش ذکر شده. آیه 89 هم با 160 مشابه است. برخی از الفاظش در صفحه 24 آیه 160 رو داریم، 161 و 162 که با این سه تا آیه 87 و 88 و 89 با هم مشابه هست. اینها رو حتما عزیزان بهش دقت کردن و مد نظرشون بوده این آیات، به خاطر اینکه یک برها راهنمایی بیشتری شده باشه در این باب ذکر کردم خدمتتون. و وقتی که انسان حفظ میکنه بیشتر متوجه مشابهات میشه. من در برنامه گذشته هم اشاره کردم به برخی از این آیات مشابه، هم تا وقتی انسان حفظ نکرده باشه شاید بیشتر متوجه مشکل نشه و نتونه هنوز اون رمز رو به خاطر بسپاره، یا احیانا برای زیاد مهم به نظر نیاد. وقتی که حفظ میکنه دچار مشکل که میشه تازه متوجه میشه که این آیه با اون آیه ذهن رو اذیت میکنه، احیانا خود به خود حواس انسان نباشه، در خصوص مشابه میره. از این رمزها میتونید کمک بگیرید و شبیه این رمزها خودتون هر جایی که احساس میکنید این آیات رو با هم مشکل دارید میتونید استفاده بکنید. حتی مثلا در آیه 73 و 74 هم مشاهده میشه بعضی از عزیزان چرا مشکل هستن. در پایان آیه قل ان الفضل بید الله یؤتی من یشاء والله واسع علیم در آیه 73 و در آیه 74 یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم، ذو الفضل العظیم. این آیه آخر آیه 74 و آخر آیه 73 از لحاظ معنایی شبیه هم هستن، در یک معنا و مفهوم و محتوا هستن و احیانا اینجوری دیده میشه که قل ان الفضل بید الله آخر آیه 73 رو عزیزان با آخر آیه 74 اشتباه میکنن. یعنی تعبیر والله واسع علیم و والله ذو الفضل العظیم، این دو تعبیر رو جابجا استفاده میکنن و به خاطر اینکه مشکلم حل بشه براتون و بهتر در ذهنتون بمونه که چطور تشخیص بدید، میتونید یک رمز کوچیک بین خودتون برای خودتون استفاده بکنید. به عنوان مثال آیه 73 از لحاظ الفاظ بزرگتره و خب تعبیری که قبل از اون بوده 2 خط قبل از اون مایه داریم، به همین خاطر آخرش دیگه مختصرتر ذکر میشه والله واسع علیم، چون توضیحات بیشتری قبلش ذکر شده. والله واسع علیم این تعبیر مختصرتر است تا الله ذو الفضل العظیم. آیه 74 یختص برحمته من یشاء کلمه فقط قبلش ذکر میشه، بعد تعبیری که در آخر 74 هست به خاطر که خود آیه کوچکتر قبلش تعبیر آخری بزرگتر و درشتر هست و در آیه 73 تعبیری که آخر میاد خیلی مختصرتر نسبت به محتوای آیه چون قبلش هم ذکر شده. اینها فقط رمزهایی است که کمک میکنه به ما در بخاطر سپردن بهتر و بیشتر این آیات. ان شاء الله میام برنامه رو به همراه شما عزیزان میبینیم، بعد برمیگردیم ان شاء الله که مصاحفتون هم آماده هست و قلم و کاغذ هم اگر عزیزان چیزی میخوان بنویسن دستتون باشه تا ان شاء الله صفحه 62 جزء 4 رو بیاری الله متعال شروع بکنیم با هم ترجمه اون رو و نکاتی که مد نظرمون باید باشه. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بهار دلها. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مؤمنی که قرآن را تلاوت می کند مانند ترنجی است که بوی آن دلنشین و مزه آن نیز خوش است، و مؤمنی که قرآن را تلاوت نمی کند مانند خرماست که بویی ندارد ولی مزه آن شیرین است. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي وذهاب همي وغمي. بالقرآن نحيا
نحيا بالقرآن نحيا. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، در جزء 4 من الله متعال در ادامه مبحثی که مربوط به مسیحیان و یهودیان بود و بحثایی که مناظراتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن، موضوعی که بیشتر در این آیات مطرح میشه موضوعی هست که خطاب به علمای یهود و علمای مسیحی بود. یکی از مواردی که پیوسته در طول تاریخ، علل خصوص در زمان نزول قرآن کریم، از طرف دشمنانی که وجود داشتن، مسیحیان و یهودیان و چه بسا مشرکین مکه هم، سبب می شد که اونها به دعوت توحیدی رسول صلی الله علیه و سلم تن ندن و نپذیرن محبت مال و محبت جاه و پست و مقام بود. یکی از مواردی است که همیشه سبب شده تا در مقابل دعوت توحیدی یه عده‌ای واکنش نشون بدن و نپذیرن، چرا که در زمان پیامبر اکرم علیه السلام علی خصوص در مدینه منوره که وقتی که سوره آل عمران نازل شده، کسانی که در مدینه بودن میدونیم که ساکنان اصلی مدینه منوره یهودیانی بودن که خب ثروتمندان بزرگ مدینه بودن و طوایفی که در مدینه زندگی میکردن، اوس و خزرج، قبل از ورود به اسلام هم چه بسا در مقابل اونها بسیار ضعیف بودن و پیمان داشتن با اونها. اوس و خزرج جنگ هایی با هم داشتن و هر کدوم به خاطر اینکه حریف هم دیگه بشن و بتونن در مقابل هم دیگه بایستن و کم نیارن، با این یهودیانی که در مدینه بودن پیمان میبستن و با اونها بودن. الله متعال یکی از مواردی که سبب میشد تا اونها نپذیرن حب مال بود، حب دنیا بود. الله تعالی خطاب به اونها فرمود که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز لن تنالوا، هرگز نمیرسید، دست پیدا نمیکنید، البر، به نیکی، به تقوا، حتی تنفقوا، تا اینکه انفاق بکنید، مما تحبون، حتی تنفقوا مما تحبون. تنفقوا نبوده، کلمه حتی که اومده نونش حذف شده، حتی تنفقوا مما تحبون، تا اینکه انفاق بکنید از آن چیزی که شما دوست دارید. و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. و آن چیزی که شما انفاق میکنید، و هر چیزی که و ما تنفقوا، و آن چیزی که انفاق میکنید از هر چیزی، فإن الله به علیم، الله تعالی با آن آگاه است. الله تعالی در این آیه اشاره می‌فرماید هرچند که این آیه شأن و نزولش درباره یهود و نصارا است با توجه به سیاق و سباق آیه، یعنی آیات قبلی که ما اشاره کردیم در برنامه گذشته و آیات بعدی هم درباره علمای یهود و علمای مسیحی هست، اما پیوسته در برنامه‌ای که داشتیم این قاعده تفسیری رو اشاره کردیم که العبرة به عموم لفظ لا به خصوص سبب. این قاعده تفسیری کلی ما داریم که همیشه پند گرفتن از عموم لفظ استناد میشه و انسان خود لفظ و تعبیر مهمه و اینکه درباره چه مورد خاصی نازل شده اون زیاد مهم نیست، بلکه معنا و مفهوم آیات کلام الله مجید به صورت عموم همیشه در طول تاریخ بوده و هست و تمام مخاطبین قرآن رو در بر میگیره و این گونه نیست که فقط مختص همون گروهی باشه که درباره اونها نازل شده. و در این آیه الله تعالی اشاره می‌فرماید که شما تا وقتی که از هر اون چیزی که شما دوست دارید نبخشید و انفاق نکنید، هرگز به نیکی و رستگاری نمیرسید. این چیزی که انسان دوست داره بعضی وقتا و مال، بعضی وقتا این چیزی که انسان دوست داره پست و مقام، بعضی وقتا این چیزی که انسان دوست داره به حال یک انسان دیگه است و بعضی وقتا این چیزی که انسان دوست داره یک لذتی از لذت‌های دنیا است. هر چیزی که باشه الله تعالی میفهمد تا شما از اونها نبخشید و انفاق نکنید، تا نبخشید از اون چیزی که شما دوست دارید. انفاق کردن وقتی ارزشمنده که انسان مالی رو که دوست داره از اون انفاق بکنه، چیزی که براش محبوبه و براش دوست داشتنی از اون انفاق بکنه. همونجوری که ابراهیم علیه السلام فرزند خودش رو حتی حاضر شد که در راه الله تعالی سر ببره. الله تعالی میفرماید که شما به علمای یهود و علمای مسیحی بگو که اگر شما راست میگید و پیروان الله متعال هستید و پیروان کتاب‌های آسمانی هستید و پیرو حق و حقیقت هستید، دست بردارید از این حب مال، دست بردارید از این حب ریاست و بیاید تسلیم بشید در برابر قرآن کریم، در برابر پیامبر اکرم علیه السلام
و بپذیرید نبوت اون رو و بپذیرید رسالت اون رو و پیروی اون رو بپذیرید و سرباز جان بر کف باشید در راه اون. و تا وقتی که سرباز اون نباشید، تا وقتی که شما مالتون رو فدا نکنید و پست و مقامتون رو فدا نکنید به خاطر اون، به نیکی نمیرسید. همون کاری که صحابه کردن، همون کاری که صحابه پیامبر اکرم علیه السلام به بهترین وجه ممکنش انجام دادن. و بسیاری از صحابه ثروتمندان بزرگی در مکه مکرمه بودن، ابوبکر صدیق، عبدالرحمن بن عوف، عثمان رضی الله عنهم اجمعین. اینها کسانی بودند که ثروت‌های هنگفتی داشتند و جاه و مقام هم داشتند و به هر حال ابوبکر صدیق برای پیامبر اکرم علیه السلام در میان اهل مکه عزیزترین فردی بود که در مکه وجود داشت و محفل بسیار گرمی داشت و شخصیت اجتماعی والایی داشت و از لحاظ اقتصادی تاجر ثروتمندی بود. همه اینها رو فدا کرد. عثمان رضی الله عنه، همینطور حضرت عبدالرحمن بن عوف و دیگر بزرگان صحابه هم همین فداکاری ها رو انجام دادن تا اینکه تونستن به مقام بر و تقوا برسن. برای انسان مؤمن هم شایسته هست که این گونه باشه. ما بعضی وقتا انفاق میکنیم، اما انفاقی که انجام میدیم خیلی وقتها اون چیزی رو که توی خونه، مثلا اگه میخوایم مالی از خونه ببخشیم، مثلا میریم سراغ یخچالمون میبینیم چی تاریخ مصرفش تموم شده یا داره تمام میشه و ما استفاده نمیکنیم و این رو میبخشیم. یا اینکه اگر فقیری رو میخوایم چیزی بهش بدیم، دست میکنیم تو جیبمون، هر چی پول خورد داریم ببینیم که اون پول خوردی که به درد ما نمیخوره همون جیب ما رو سنگین کرده، از دست اون میخوایم خلاص بشیم. یا اینکه اگر بخوایم جایی لباسی به کسی هدیه بدیم، لباسای پاره‌ای که خودمون دیگه نمیپوشیم رو میخوایم بندازیم دور، میگیم بیا منتیم سر کسی میگذاریم و بهش میدیم. الله تعالی میفرماید شما وقتی مقام رستگاری برسید که عزیزترین چیزهایی رو که دارید فدا بکنید. انسان در مقابل محبوب خودش، در مقابل عزیز خودش، در مقابل کسی که دای محبت اون رو داره، محبت خودش رو وقتی میتونه ثابت بکنه در باب هدیه دادن یک شیئی به اون، در باب انفاق کردن، که از هر غالی و ثمینی دریغ نکنه و هر وقت که نیاز باشه چیزی رو ببخشه، نگاه نکنه که این چی هست، فقط مهم این است که در راه محبوب فدا بشه. و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. هر چیزی که شما انفاق میکنید الله تعالی با آن آگاه است. هنگامی که آیه نازل شد، عده‌ای از صحابه من جمله ابوطلحه انصاری که از ثروتمندان مدینه منوره بود و ثروت فراوانی در مدینه منوره داشت، به محضر رسول صلی الله علیه و سلم حاضر شد و فرمود یا رسول الله، من هیچ چیزی نزد من از مال دنیا محبوب تر از چاه ها نیست. یک چاهی داشت به اسم بئر ها در مدینه منوره، چاه بسیار بزرگی بود که آب فراوانی داشت و بسیار محبوب بود در نزد ابوطلحه. خب چاه آب هنوزم در مناطقی که کشاورزی رونق داره، عزیزان میدونن که چاه آب یک منبع درآمد بسیار به هر حال ارزشمند هست و چاه آب یک نعمت بسیار بزرگ هست و تا امروزه هم خریدارای خودشو داره، اون موقع که به جای خود. و پیامبر اکرم علیه السلام از این آب استفاده میکردن، چه بسا بعضی وقتا میرفتن سر این چاه و برای غسل استفاده میکردن از آبش. و اون صحابی عرض کرد یا رسول الله، من میخوام که این چاه رو در راه الله تعالی کاملا انفاق بکنم و ببخشم، چون عزیزترین مالی که نزد من هست. و پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن به به، چه تجارت سودمندی، چه مال سودمندی، این رو ببر و بر بین خویشاوندان تقسیم بکن و اونها مستحق‌تر هستن. و رفت و اون رو در بین خویشاوندانش تقسیم کرد، فروخت و ثروتی رو که به دست آورد اون رو تقسیم کرد. در ادامه الله تعالی مسیحیان و یهودیان وقتی که این موضوع به اونها عرضه شد که شما اگر واقعا پیروان حقیقی کتاب‌های آسمانی هستید و پیرو ملت ابراهیم هستید، بعد این گونه انفاق بکنید. خب در مقابل اونها هم گفتن کم نداریم، بعد اعتراضی رو پیش کردن و اونها همیشه به دنبال بهونه میگشتن، به دنبال حق نبودن، حق رو میدونستن. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. در آیه 146 سوره مبارکه بقره الله تعالی میفرماید که اون کسانی که به اونها کتاب داده شد پیامبر ما رو چنان میشناختن همون گونه که فرزند خودشون رو مطمئن بودن که فرزند منه، اما بسیاری از اونها حق رو کتمان میکنن در حالی که میدونستن. اونها اومدن و شبهه پراکنی کردن، گفتن ما به خاطر این پیروتون میشیم که تو ادعای پیروی از انبیای گذشته رو داری در حالی که بر راه اونها نیستیم. مثلا یکی از کارهایی که تو میکنه اینه که تو گوشت شتر میخوری، شیر شتر میخوری، از شتر استفاده میکنی، از گوشتش و از شیرش، در حالی که انبیای گذشته، در حالی که یعقوب، در حالی که اسحاق، در حالی که فرزندان اونها
اینها هیچ کدوم نخوردن این کارو، اونا حرام میدونستن این رو. شما از پیش خودتون این چیزا رو حلال کردی و اینا رو حلال میدونی، تو پیرو راه اونا نیستی اصلا. اومدن اعتراض کردن به پیامبر اکرم علیه السلام. آیه 93 در جواب این اعتراض است: کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة. اونها بگو کل طعام، همه غذاها، کل طعام، همه طعامها، کان حلا بود حلال، کان حلا یعنی حلال، کان حلا حلال بود، لبنی اسرائیل برای یعنی برای بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل. کلمه اسرائیل رو قبلا هم توضیح دادیم خدمت عزیزان که اسرائیل به معنای در لغت عبری اسرائیل یعنی عبدالله، اسرائیل یعنی عبدالله، مثل جبرائیل، مثل میکائیل. کلمه ایل به لفظ الله اطلاق میشه در لغت عبری و اسرائیل یعنی عبدالله در لغت عبری. اما خود کلمه اسرائیل به اسم برای حضرت یعقوب علیه السلام اطلاق میشه و جایی که کلمه اسرائیل به تنهایی میاد، کلمه اینجوری که جلوتر در همین آیه هم ذکر میشه، کلمه اسرائیل اسم یعقوب علیه السلام هست به لغت عبری، پدر یوسف علیه السلام و فرزند اسحاق و نوه ابراهیم علیهم السلام. الله تعالی میفرماید تمامی غذاها حلال بود برای بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب علیه السلام. فرزندان یعقوب خب میدونیم که حتی یهودیان و مسیحیان موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام از نسل یعقوب علیهم السلام هستند. همه غذاها حلال بود برای فرزندان بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب، مگر الا ما آن چیزی که حرام کرده بود اسرائیل و خود یعقوب. اسرائیل اینجا معنی یعقوب هست. اسرائیل و علی نفس یعقوب بر نفس خودش، من قبل ان تنزل التوراة، اون هم قبل از اینکه تورات نازل بشه. حضرت یعقوب علیه السلام بنا به بیماری که داشت، گفته میشه که بیماری ارقنستا یا همون سیاتیک امروزی، همچین بیماری داشت و پزشکان رو مراجعه کرد و طبیبان بهش گفتن که شما از گوشت شتر و از شیر شتر استفاده نکن و حضرت یعقوب علیه السلام هم گوشت شتر و شیر شتر رو برای خودشون حرام کردن و گفتن دیگه نمیخورم. به خاطر به هر حال پرهیز از این غذا، یک پرهیز غذایی بود و کلمه اینجا محرم اسرائیل اینجا تحریم عملی هست نه تحریم اعتقادی. ما دو نوع تحریم داریم، تحریم عملی به معنای این که انسان در عمل اون کار رو انجام نده، تحریم اعتقادی یعنی که در اعتقاد این کار رو حرام بدونه. حضرت یعقوب علیه السلام خوردن گوشت شتر و شیر اون رو برای خودش حرام، کلا ذاتاً حرام نمیدونست، یعنی این رو تحریم نکرد ولی برای خودش حرام کرد چرا که به ضرر بدنش میدید. و به هر حال ما امروز هم کسی که ضرر داشته باشه خوردن یک شیء حلالی حتی برای اون، برای خودش اگر میتونه مثلا پرهیز بکنه از اون استفاده نکنه. اما حضرت یعقوب علیه السلام حرام کرد، گفت هرگز دیگه نمیخورم و حرام کرد برای خودش و گفت که دیگه اصلا از این استفاده نمیکنم و الله تعالی هم تایید کرد این فعل حضرت یعقوب رو و اون تحریم حضرت یعقوب در باب تحریم گوشت شتر و شیر اون رو برای شخص خودش، یعنی خود شخص یعقوب علیه السلام پذیرفت و مورد تایید الله تعالی قرار گرفت، برخلاف تحریمی که از طرف رسول صلی الله علیه و سلم در باب خوردن عسل انجام شد در زمان حیات ایشون. در سوره مبارکه تحریم اون مجاریانی که مطرح شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خوردن عسل رو برای خودشون تحریم کردن، گفتن من دیگه عسل نمیخورم. در جریانی که مشهور است در شأن نزول سوره مبارکه تحریم و الله تعالی نپذیرفت. لما تحرم، آیه نازل شد یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك، ای پیامبر ما چرا تحریم میکنن چیزی رو که الله تعالی برای تو حلال کرده؟ آیا به خاطر کسب رضایت همسرانت؟ و اونجا پیامبر اکرم علیه السلام به خاطر کسب رضایت همسران این کار رو کرد، مورد قبول قرار نگرفت تحریمیشون و الله تعالی فرمود که شما باید کفاره بپردازید و قسمتون رو بشکنید و تحریمتون رو انتها بدید بهش. اما درباره یعقوب علیه السلام پذیرفته شد به خاطر اینکه ایشون برای سلامتی جسم خودش این کارو میکرد. من قبل ان تنزل التوراة، قبل از اینکه تورات نازل بشه. فاصله بین یعقوب علیه السلام و موسی علیه السلام خب فاصله بسیار زیادی است، چندین قرن، و بعد از اون هم امتداد داشت. این آیه اشاره به این داره، اونها میگفتن که در تورات هم ذکر شده و یعقوب فرزندانش تا نزول تورات اینا همه هیچ کدوم استفاده نمیکردن. الله تعالی میفرماید که یعقوب خودش فقط برای نفس خودش تحریم کرد،
خودش برای نفس خودش تحریم میکرد قبل از اینکه تورات نازل بشه. ببینید چقدر فاصله است بین یعقوب علیه السلام تا تورات، یعنی در تورات هم خبری از این نبوده که تحریم کرده باشه یعقوب برای خودش، و فرزندان یعقوب هم قول راجح تر اینه که فرزندان یعقوب هم تحریم نکردن برای خودشون، چرا که لفظ آیه اشاره به این داره که اسرائیل علی نفسی الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر اون چیزی که اسرائیل فقط برای نفس خودش تحریم کرده بود و استفاده میکرد، فرزندان یعقوب علیه السلام استفاده میکردن. و این شبهه رو الله تعالی جواب داد که شما اگر راست میگید که یعقوب و فرزندانش و پیامبران گذشته شتر و شیر اون رو برای خودشون تحریم کرده بودن و حرام میدونستن و استفاده نمیکردن، و امروز شما دارید اعتراض میکنید به پیامبر اکرم علیه السلام که تو ادعای پیروی از اونها رو داری اما در عمل در راه و مسیر اونها نیستی، و اگر راست میگید که قبلا تحریم شده بوده و الان پیامبر حلال کرده برای خودش، قل فأتوا بالتورات، پس بگید بیار، قل اونها بگو فأتوا بالتورات بیارید تورات رو، فتلوها، پس بخونید تورات رو، فتلوها ها برمیگره به تورات، فتلوها تورات رو بخونید این کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. اگر شما ادعایی که دارید ادعای صادقانه است و راست میگید که یعقوب و فرزندانش و پیامبران بعد از اون و حتی تورات گوشت شتر و شیر شتر رو حرام میدونستن، پس بیارید ثابت بکنید که اینها اولش حرام بوده و اون انبیا اینو استفاده نمیکردن و تحریم کرده بودن و فرزندانشون هم استفاده نمیکردن، تا ادعای شما ثابت بشه بعداً بتونید ملامت بکنید پیامبر اکرم علیه السلام. و در تورات هم این چیزها تحریم نشده بود. بعدها اونجوری که در آیه 160 سوره مبارکه نساء ما داریم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طیبات احلت لهم و بصد عن سبیل الله کثیرا، با خاطر ظلمی که بنی اسرائیل و بعداً پیروان موسی علیه السلام کردن، هادو یعنی پیروان موسی علیه السلام، الله تعالی برخی از چیزها رو بر اونها حرام کرد، برخی از حلال ها رو باز در سوره مبارکه انعام و 146 به تفسیر بیشتر در این باب صحبت میشه. در ادامه الله تعالی میفرماید خب دروغ اینها مشخص بود که در تورات همچین چیزی ذکر نشده بود و اینها فقط به خاطر گریز از اون اعتراضی که بر اونها شده بود، به خاطر اینکه در مقابل پیامبر اکرم علیه السلام و دعوتش قبول نکنن دعوتش رو، برای فرار از اون دعوت این مسئله رو مطرح میکردن. الله تعالی فرمود فمن افترى علی الله الکذب، شما که میدونید در تورات همچین چیزی نبود، پس فمن افترى، پس هر کسی که افترا تهمت زد، افترا بست، دروغ بست، بهتان زد، علی الله بر الله تعالی الکذب، فمن افترى، هر کسی که بست دروغ و افترا، علی الله بر الله تعالی الکذب، هر کسی که بست افترا بست دروغ را، هر کسی که بست دروغ بر الله تعالی، هر کسی که از روی دروغ اومد افترا بست و تهمت زد، همین تعبیرها میتونه باشه. فمن افترى علی الله الکذب، هر کسی که افترا بست بر الله تعالی از روی دروغ، من بعد ذلک، بعد از این جریان، بعد از این آیه که نازل شده، بعد از اینکه میدونید در تورات همچین چیزی نیست، فاولئک هم الظالمون، پس این افراد، کسانی که افترا میبندن بر الله تعالی، کسانی که دروغ میبندن، کسانی که از پیش خودشون به دروغ چیزهایی رو نسبت میدن به کتاب‌های آسمانی و انبیاء گذشته و آیین‌هایی که قبل از قرآن کریم بوده که همون در اصل همه اونها در اصول توحیدیشون مشترک بودن که ان الدین عند الله الاسلام، فاولئک هم الظالمون، پس آنها همان ظالمان و همان ستمگران هستند. قل صدق الله، بگو راست گفت الله تعالی. اون چیزی که الله تعالی میگه راست و حقیقت همینه. وقتی که میفهمد در تورات همچین چیزی نیست، پس نیست. وقتی میفهمد که یعقوب برای خودش فقط حرام کرده بود، اصلش همینه. شما نمیتونید چیزی دیگه غیر از این ثابت بکنید. و من استق من الله قیلا و من استق من الله حدیثا، تعبیرات مختلف داریم در آیات مختلف. چه کسی هست که راستگوتر باشه از الله تعالی و چه کسی هست که کلام اون درست‌تر باشه از کلام الله تعالی. قل صدق الله، بگو راست گفت الله. فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، پس اطاعت کنید از ملت یعنی آیین، پس اطاعت کنید از آیین ابراهیم، همون آیینی که حنیفه، همون آیینی که حق گراست، همون آیینی که حنیف معنای مایل از شرک، مایل از انحراف و یعنی به دور از هر گونه شرک و از هر گونه انحراف و راست و در مسیر حق و مسیری که راست و درست و مستقیم. پس اطاعت کنید از ملت
آیین ابراهیم همون آیینی که حق راست، همون ابراهیمی که راست، آیین و ملتی که بر راه راست است و بر راه مستقیم است. و ما کان من المشرکین و نبود، و ما کان و نبود، ما کان نبود من المشرکین از جمله مشرکان. کان معنی بود، ما کان که میاد منفی میشه جمله، و نبود و ما کان نبود من المشرکین، ابراهیم از مشرکین. ابراهیم شرک نمیکرد، در رابطه خودش با الله تعالی کسی دیگر رو شریک نمیکرد. بعد از اینکه این آیت نازل شد و این آیات گفته شد، باز یهودیان و مسیحیان میخواستن به هر حال تن بدن، در خصوص یهودیان به دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. شبهه دیگری رو مطرح کردن که ما به خاطر این قبول نمی‌کنیم دین و آیین تو رو که تو به سمت کعبه نماز میخونیم. خب در مدینه منوره میدونیم که بعد از گذر 16-17 ماه قبله از مسجد الاقصی تغییر کرد به سمت مکه مکرمه و به سمت خانه کعبه. و خب یهودیان میگفتن ما در یک چیز بر شما اولویت داریم و مزیت داریم. آیات تغییر قبله هم در ابتدای جزء دوم سیقول السفهاء به بعد اونجا ما ذکر شد و بررسی کردیم تفصیل در آیات 142 تا حدوداً 149 و 150 از اون سوره و سوره مبارکه بقره. الله تعالی بعد از اینکه اینها یعنی یهودیان گفتن که مسجد الاقصی قبل از کعبه بنا شده و قبل از اون بوده و اون اولین خانه‌ای که برای عبادت انسان ها بنا شده و ما پیرو اون هستیم و ما افضل هستیم و ما بهتر هستیم. اینها هی راههای فرار پیدا میکنن، راههای گریز پیدا میکنن، اما از هر طرفی که دارن فرار میکنن الله تعالی جلوی اونها رو دوباره میگیره. ان اول بیت وضع للناس، الله تعالی در پاسخ به این شبهه‌ای که مطرح کردن این آیه رو نازل فرمود. ان همانا اول بیت، اولین خانه‌ای که وضع للناس، وضع یعنی قرار داده شده است مرد پوزش، وضع کلمه وضع یعنی قرار داد، وضع کردن، قرار دادن، وضع قرار داده شده فعل مجهوله. ان اول بیت وضع للناس، اولین خانه‌مون، اولین خانه‌ای که قرار داده شده برای مردم، برای عبادت مردم، للناس برای مردم، للذی ببکه، همونی که در بکه هست. بکه نام دیگر مکه هست. للذی ببکه همون خانه‌ای هست که در بکه هست یا در همون مکه. بکه نام دیگر مکه هست و بکه در اصل به معنای در هم کوبنده هست. کلمه بکه یعنی در هم کوبنده و به مرز پوزش به مکه مکرمه به خاطر این بکه میگن که در هم کوبنده دشمنان بوده در طول تاریخ. خب داستان ابرهه و لشکرش معروف هست ولی همه عزیزان میدونن و شنیدن داستان ابرهه رو. وقتی که حمله کردن به خانه کعبه و قصد تخریب خانه کعبه رو داشتن که ابابیل رو فرستاد، پرستوهایی رو الله تعالی فرستاد که در منقار و در چنگالهای خودشون یک گل خشک شده به اندازه نخود داشتن و با اینها گلوله باران کردن و موشک باران کردن لشکر ابرهه رو و هر کدوم از این گلهای خوش شده و از این سنگریزها یا به تعبیر دیگه دقیق تری بگیم این کلوخهای ریزی که بود داشتن به سر اینها که میخورد تمام بدن اونها رو از بین میبرد و داستان مفصل ابرهه رو کتما عزیزان شنیدن. و در طول تاریخ کسانی که نیت سو داشتن به سمت مکه مکرمه و این حرم امن الهی الله تعالی اونها رو در هم شکسته، هرچند که در یک شاید بازه زمانی تونستن به خیال خودشون دست پیدا بکنن اما عاقبت همه اونها هلاکت بوده و از بین رفتن. الله تعالی میفرماید ان اول بیت وضع للناس، همانا اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شده، للذی ببکه، همان خانه‌ای است که در مکه مکرمه است، مبارکن، خانه مبارکی است. خانه مبارکی است. این خانه درباره تاریخ بنای کعبه، سندهای معتبری که دقیقاً بشه بهشون اعتماد کرد وجود نداره. در آیات کلام الله مجید اشاره به این موضوع نشده که اولین بار این آیه اشاره میشه که اولین خانه‌ای که برای عبادت بشر برها روی زمین قرار گرفته خانه کعبه است. اما خب اینکه تاریخ دقیقش و اینکه بانیای اولیه کی بودند صراحتاً اشاره نمیشه، گرچه ابراهیم علیه السلام و اسماعیل در آیه 125 از سوره مبارکه بقره
در امتداد داستان ابراهیم علیه السلام از آیه 124 ذکر میشه که دستور داده شد به ابراهیم و فرزند بزرگوارش اسماعیل که بنا بکنن کعبه رو برای طواف کنندگان و عبادت کنندگان، اما گفته میشه که این تجدید بنا بود، نه بنای اولیه خانه کعبه. گفته میشه که اولین بار فرشتگان آمدن و خانه کعبه رو قبل از نزول انسان روی زمین در محل فعلیش اونجا خیمه‌ای برپا شد. بعدها حضرت آدم علیه السلام اون خیمه از زمرد بود که حضرت آدم علیه السلام در اون خیمه به عبادت می‌پرداخت و فرشتگان هم در اطراف اون به عبادت می‌پرداختن و محدوده‌ای رو که فرشتگان در اون زمان فرا گرفته بودن و عبادت می‌کردن امروزه حرم مکی قرار نام گرفته. حرم نه به معنی مسجدالحرام، حرم مکه فراتر از مسجدالحرام هست و نصف شهر مکه رو حدوداً در بر میگیره. محدوده حرم مکه مکرمه همون گونه که حرم در مدینه منوره محدوده حرم بیش از نصف شهر مدینه منوره فعلی رو در بر میگیره و منحصر نمیشه به خود مسجد النبی و فراتر از این هست. و عزیزانی که مشرف شدن به حرمین حتما دیدن در ورودی های شهر مکه و یا مدینه تاقچه هایی رو که نوشتن بدایت الحرم و نهایت الحرم، اونجایی که ابتدای محدوده حرم مکه و محدوده حرم مدینه است و فراتر از خود مسجد الحرام و مسجد النبی هست. بعدها گفته میشه که بعد از وفات آدم علیه السلام این خیمه زمردی که در جای کعبه بود به آسمان برده شد. بعدا حضرت شیش علیه السلام آمد و خانه گلی بنا کرد. در اون زمان بعد از اون حضرت نوح علیه السلام آمد و خانه کعبه رو تجدید بنا کرد. بعد از اون دوباره در طوفان نوح خانه کعبه ویران شد، آب طوفان آمد و همه چیز رو از بین برد. و گفته میشه که در زمان ابراهیم علیه السلام تجدید بنا کرد حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه رو در مکان فعلیش که از همون ابتدا این گونه بوده. و گفته میشه که اولین رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی فرمود که اولین خانه اول الله تعالی مسجد الحرام رو محل مسجد الحرام رو بنا کرد و خلق کرد و بعد از 40 سال حدوداً مسجد الاقصی به هر حال مسجد الاقصی بعد از حدود 40 سال از مسجد الحرام منطقه فعلی مسجد الاقصی خلق شده. و به هر حال اون چیزی که از کلام الله مجید ثابت هست این هست که حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل خانه کعبه رو ساختن. به هر حال قبلش بوده باشه یا نبوده باشه این ثابت هست که حضرت ابراهیم علیه السلام و حضرت اسماعیل خانه کعبه رو ساختن بنا به آیات صریح کلام الله مجید. و بعد از اون باز دیگه تجدید بنا شده، بارها تجدید بنا شد. بیش از 10 مرتبه بعد از ابراهیم علیه السلام هم خانه کعبه تجدید بنا شد و آخرین بارش هم همین حدود 30 سال پیش بود که در توسعه مسجد الحرام در به هر حال زمان ملک فهد در عربستان سعودی، هم زمان که مسجد الحرام توسعه پیدا کرد خانه کعبه هم خود خانه هم ترمیم شد و تجدید بنا شد. و به هر حال گرچه زیاد رسانه‌ای نشده این خبر، اما خانه کعبه که فعلا بنایی که فعلا وجود داره این بنا حدوداً تجدید بنای 30 سال پیش هست و اصل بنا زیاد تغییر نکرده. 30 سال پیش فقط یک کمی مقدار سقف برداشته شده و ستون‌هایی که پوسیده بودن ستون‌های چوبی ترمیم شدن و در تغییر کرده مقداری سنگ‌ها مرتب‌تر شدن از بیرون. عزیزانی که مشرف شدن می‌بینن که مرتب و منظم از سنگ‌ها و در داخل هم ترمیم‌های صورت گرفته به خاطر اینکه خب کعبه هم یک بنا هست، یک به هر حال چند تا سنگی که روی هم قرار گرفته و به طبیعت به هر حال دور و بر خودش سنگ هست و نیاز به ترمیم داره. هر خانه نیاز به ترمیم داره و به همین خاطر در طول تاریخ خانه کعبه بازسازی ها شده و آخرین بازسازی هم همین موقع بوده و اصل بنا به اصل بنای فعلی برمیگرده به حدود 1100 سال پیش و بارها در زمان خلفا بعد از رسول صلی الله علیه و سلم هم بعد از خلفای راشدین البته تجدید بنا شد. عبدالله بن زبیر آمد و خانه کعبه را اضافه کرد، قسمت حتیم رو به خانه کعبه بنا به حدیثی که از ام المؤمنین عایشه شنیده بود که رسول صلی الله علیه و سلم دوست داشتن که خانه کعبه به زمان حضرت ابراهیم برگرده. در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه بزرگتر از اون چیزی که الان هست بوده و اون قسمت دیوار نیمچه دیواری که به اسم حتیم مشهور است در کنار خانه کعبه هست در ضلع شمالی خانه کعبه قرار داره. اون دیوار هم جزء کعبه بود. در کعبه روی زمین بوده و 2 در داشته، یک دری که فعلا هست همین جهت به سمت شرق و در دیگری در نقطه مقابل به سمت غرب داشته که در طول روز به هر حال از این ور عده میومدن از اون ور خارج میشدن و در قبل از روز از این ور نور وارد میشده، بعد از نصف روز و بعد از نیم روز از اون طرف نور وارد میشده. بعدها
در زمان رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که 35 سال سن مبارکش بود می‌خواستن قریش تجدید کعبه رو تجدید بنا بکنن به خاطر اینکه بخش‌هاش سوخته بود و خراب شده بود و گفتن مال حلالتون رو بیارید. مال‌های حلالشون رو آوردن، به حدی نشد که بتونن کل کعبه رو بازسازی بکنن. یک بخشی که فعلا هست همینقدر رو بازسازی کردن و نیمچه دیوار دیگه زدن، حتی سقف هم نتونستن بزنن، بعدها بهش سقف زدن و به خاطر اینکه چهارپایان داخل نشن به خانه کعبه اومدن و دیوار رو در رو بالاتر بردن و پله‌ای زدن تا به کعبه وارد بشن. در زمان پیامبر اکرم علیه السلام در سن 35 سالگی ایشون این اتفاق افتاد و داستان حجر اسود مشهوره که همزمان بود با روز تولد بانوی دو عالم فاطمه زهرا رضی الله عنها و همون روزی که پیامبر اکرم علیه السلام خارج شده بودن از خانه و لحظه تولد فاطمه زهرا بود که زنگ حجر اسود رو میگذاشت خورش و داستانش مشهور است. حتما عزیزان این رو شنیدن و پیگیری کردید در داستان‌های ما در برنامه همگام با نبی رحمت صلی الله علیه و سلم. و خانه‌ای که فعلا هست عبدالله بن زبیر بعداً پیامبر اکرم علیه السلام فرمود اگر من به مادرمان عایشه اگر به خاطر ترس از اینکه تازه اینها ایمان آوردن یعنی قوم قریش نبود که شاید اینها برگردن و متهم بکنن من را به تخریب کعبه، من کعبه را به حالت اولیش برمیگردوندم. حضرت عبدالله بن زبیر وقتی که به خلافت رسید بنا به این حدیث ام المؤمنین عایشه که خاله ایشون بود و خب قدرت هم داشت توانست این کار رو بکنه. بعدها باز خلفای بعدی اومدن به حالت اول برگردوندن، بعدها باز هارون الرشید قصد داشت که این کار رو بکنه و به حالت اول برگردونه که امام مالک منع کرد این جریان رو و به هر حال تا الان هم ثابت مونده و به همین شکل باقی موند و حکمت‌های حتما در این باب بوده که الله تعالی این گونه قرار داد و به این شکل مونده و چه بسا علامه ابن عثیمین جمله بسیار زیبایی در این باب داره که می‌فرماید الله تعالی رحم این به این شکل در آورد و این بخش حتیم در کعبه قرار نگرفت تا هر کسی که میخواد در کعبه نماز بخونه بره در حتیم نماز بخونه و ثواب نماز خواندن در کعبه نصیبش بشه. الان اون قسمت نیمچه دیواری که جزء کعبه نیست اون در اصل یعنی در ظاهر جزء کعبه نیست اما در حقیقت جزء کعبه هست. البته اون قسمت نیم دایره آخرش نه، چند متر اولش و هر کسی که در اون بخش نماز میخونه گویا که در خود خانه کعبه نماز خونده و به خاطر همین طواف هم همیشه از دور اون انجام میشه و نباید کسی داخل اون طواف بکنه جزئی است چون جزئی از کعبه است. و الله تعالی به هر حال کارهای خودش رو بهتر میدونه. چه بسا اگر درهای کعبه هنوز دو تا در می داشت ازدحام جمعیت وقتی که داخل می شدن و اگر در پایین هم می بود یه عده می‌خواستن خارج بشن یه عده می‌خواستن داخل بشن، چه بسا که مشکلات فراوانی رو برای امت ایجاد می‌کرد. این مثلا به هر حال الله تعالی می‌فرماید اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شد خانه کعبه بود که در مکه بود. مبارک است به هدی للعالم و هدایتی است برای عالمیان. یک قبله نقطه توجه محلی که انسان میره اونجا و شستشو میده خودش رو برمیگرده. هدایتی است واقعا هدایت کسانی که اونجا میرن زندگیشون متحول میشه، کسانی که برای حج میرن، کسانی که برای عمره میرن، کسانی که پای به مسجد الحرام میگذارن با یک اندوخته‌ای از هدایت ها با اندوخته‌ای از راهنمایی ها برمیگردن و مبارکه برای اهل خودش، برای مردم مکه مبارکه و رونقی که الان در مکه هست. مکه‌ای که حضرت ابراهیم فرمود واد غیر ذی زرع، یک سرزمین لم یزرعی که چیزی در اون کشت نمیشه و همش هم نصفش کوهستان هست. در این سرزمین چقدر رونق هست، چقدر تجارت هست و چقدر برکت هست و چقدر نعمت هست، همه به برکت خانه کعبه. فیه در مکه در مسجد الحرام در کنار کعبه در کعبه فی آیات بینات، نشانه های واضحی است. نشانه های واضحی اونجا هست برای اهل خرد، نشانه هایی هست برای کسانی که می اندیشند بر حقانیت کعبه و نشانه های زیادی است. واقعا در مسجد الحرام آرزو میکنیم همه عزیزانی که آرزوی زیارت کعبه رو دارن الله تعالی نصیبشون بکنه. وقتی که انسان وارد مسجد الحرام میشه اونجا با تمام وجود و تک سلول های بدنش احساس میکنه، عظمت رو احساس میکنه، وجود دین رو احساس میکنه، تمام نعمت های الله تعالی رو احساس میکنه، وجود خالقی رو برای عالم و اون معنویتی که در اونجا هست، اون فضای زیبایی که اونجا هست، اون فضای روحانی و ملکوتی که اونجا هست و هرچند که خانه کعبه با یک پوشش سیاهی پوشیده شده اما وقتی چشم انسان به اون میافته قدرت و توانایی نگاه کردن به کعبه رو حتی نداره. چه بسا عزیزانی که بار اول تجربه کردن نگاه به کعبه رو، بار اول اصلا چشم انسان وقتی که به کعبه میافته شاید بتونه چند ثانیه انسان خورشید رو نگاه بکنه
و نگاه به اندازه به خورشید، چشمه خورشید رو بتونه چند ثانیه نگاه بکنه، اما کعبه رو نمیشه چشم سیر در نگاه اول نگاه کرد. اون عظمتش و اون صلابتش و اون هیبتش انسان رو عاجز میکنه از اینکه به سمتش نگاه بکنه. علاوه بر این که خود کعبه هست، علاوه بر این ملتزم اون زیر در قسمتی که زیر در کعبه هست و پیامبر اکرم علیه السلام میرفتن سینه مبارکشون رو میچسبوندن به دیوار کعبه و دستشون رو به پاشنه در میبستن، پاشنه در رو میگرفتن و دعا میکردن. دیدید تصاویر این رو حتما عزیزانی که از نزدیک هم ندیدن تصاویر این صحنه رو دیدن، پاشنه در خانه خدا و اونجا دم در خانه خداست و اونجاست که به هر حال محبوبین، اونجایی که شیفتگان الله تعالی میرن و اونجا و با پروردگار خودشون دم در خونه‌اش اونجا راز و نیاز میکنن و اونجا اگر در اونجا دعای قبول نشه جای دیگه دعا قبول نمیشه. اگر دم در خونه خدا الله تعالی دم در خونه خودش دعای کسی رو قبول نکرد کجا میخواد قبول بکنه؟ نشانه های واضح و آشکاریه برای اهل خرد. اونجا صفا هست، مروه هست، ان الصفا والمروه من شعائر الله. صفا و مروه از مقدسات هستند، از شعائر الله تعالی هستند. علاوه بر صفا و مروه اونجا چشمه زمزم هست، زمزمی که پیامبر فرمود شفا است برای هر چیزی که به نیتی که خورده بشه. در مسجد الحرام جای پای انبیای الهی هست. مسجد الحرام یادگار ابراهیم خلیل الله است، اسماعیل ذبیح الله، تمام انبیایی که بعد از اونها بودن به زیارت خانه کعبه رفتن. وقتی که در مطاف انسان طواف میکنه و میچرخه به دور خانه کعبه، همراستا با تمام ذره ذره عالم داره میچرخه. از ذرات حرکت الکترون‌های دور اتم بگیرید که دارن میچرخن، همینجوری بیایید بالاتر از گردش زمین به دور خودش بگیرید، از گردش روز و شب بگیرید، از گردش سیارات و ستاره‌ها به دور هم بگیرید. تمام عالم در حال چرخشن. بر راستای چرخششون هم، جهت چرخششون هم از شرق به غرب، همین هم راستای با طواف و مردم هم در طواف دارن میچرخن. برخلاف عقربه‌های ساعت دارن میچرخن همراه با کل عالم و گویی که دارن به گذشته ها برمیگردن، برخلاف عقربه‌های ساعت، و گویی که با هر باری که میچرخن دارن به گذشته برمیگردن و گذشتهشون رو پاک میکنن. درباره حج اگر بخوایم درباره کعبه صحبت بکنیم و درباره آیات بیناتی که در کعبه هست، درباره عظمتی که اونجا هست، واقعا جلسات میخواد و برنامه‌ها میخواد و ان شاء الله بیاری الله متعال در ایامی که پیش رو داریم، ایام حج، به تفصیل بیشتری در این باب باشه عزیزان صحبت خواهیم کرد در برنامه‌های مخصوص به خود این موضوع. فیه آیات بینات، در اون نشانه‌های بسیار واضح و آشکاری است برای اهل خرد. مقام ابراهیم، مقام ابراهیم اونجاست. مقام ابراهیم عزیزان دیدن روبروی کعبه با فاصله 10 تا 11 متر روبروی در کعبه یک حالت نیمچه گنبد کوچولویی اونجا درست گذاشتن که از به هر حال رنگ طلایی داره و با آب طلا مزین شده و داخل اون شیشه هست، داخل اون شیشه سنگی هست که با نقره پوشونده شده دور برش و جای پای ابراهیم علیه السلام است. مقام ابراهیم سنگی بود که ابراهیم علیه السلام در هنگام بنای کعبه به مانند بالابری از اون استفاده میکرد، روی اون میایستاد و این سنگ بالا میرفت، پایین میرفت، چپ و راست میرفت. بعد جای پای اون حضرت علیه السلام روی اون سنگ باقی مونده، مقداری جای پایشون هنوز روی اون سنگ هست و این سنگ در کنار کعبه قرار گرفته و گفته میشه که این سنگ یکی از سنگ‌هایش که از بهشت آورده شد به همراه سنگ حجرالاسود که در کنار کعبه قرار داده شده و دو یادگار بهشت در روی زمین هست. اما البته خب هیچ مناسک خاصی درباره ذکر نشده به جز آیه 124 از سوره مبارکه بقره و اتخذوا 125 و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، از مقام ابراهیم نمازی برای خودتون برگیرید. فیه آیات بینات، در اون آیات نشانه های آشکاری است. مقام ابراهیم اونجاست. و من دخله کان آمنا، و هر کسی که داخل بشه، و من هر کسی که داخل بشه به مسجد الحرام، داخل بشه در محدوده حرم کعبه، کان آمنا، در امانه. اونجا هر کسی که بره در امانه. این رو یعنی اونجا فقط میشه احساس کرد. حتی اگر کسی قتل بکنه، اگر کسی دزدی کرده باشه، اگر کسی هر جنایتی کرده باشه خارج از محدوده حرم و پناه ببره به مسجد الحرام، تا وقتی که در مسجد الحرام هست در امان. کسی حق نداره بهش دست دراز بکنه، کسی حق نداره اون رو بگیره، کسی حق نداره اون رو بیرون بکنه. اونجا همه چی در امانن. در محدوده حرم حیوانات رو کسی حق نداره اونجا اذیت بکنه، شاخه درخت رو کسی حق نداره اونجا بشکنه، مگسی رو کسی حق نداره اونجا بکشه. و اونجا محدوده حرم امن الهی است. مقدس‌ترین مسجد مسلمانان، زن و مرد با هم کنار هم و در مطاف دارن با هم دیگه طواف میکنن. تنها مسجدی که زن و مرد در اون با هم ترکیبن، یعنی هیچ
محدوده‌ای بین زن و مرد مشخص نشده، دیواری باشه که اینجا آقایون باشن اینجا خانم ها باشن. اونجا در کنار کعبه عزیزانی که تجربه کردن وقتی که طواف میکنه اصلا نمیدونه بغل دستش مرد یا زنه و به هر حال یک عظمتی اونجاست. عظمتی هر چقدر انسان بخواد توصیفش بکنه کلمات عاجزن از بیان اون عظمتی که در مطاف هست. اون عظمت مطاف رو فقط میشه تجربه کرد و فقط وقتی میشه فهمید که انسان تجربهش بکنه. و من داخله و کان آمنه، کسی که در اونجا داخل بشه در امانه، همونجا در امانه. اونجا کسی از نه خانمی از مردی میترسه، نه مردی از خانمی میترسه، نه مردی از مردی میترسه، نه کسی از کسی میترسه. همه در امانن، خواهر و برادروار در کنار هم دارن طواف میکنن. چه بسا دستشون هم به هم دیگه بخوره، چه بسا ازدحام جمعیت سبب بشه که با هم برخورد هم داشته باشن، اما گویی که سالهاست اینو همدیگر دارن میشناسن. در کنار کعبه یکی داره دعا میکنه، هر کسی با زبان خودش، هر کسی با رنگ‌های مختلف، از نژادهای مختلف، از سن‌های مختلف، هر کسی داره برای خودش ذکر میکنه و اشک میریزه و گریه میکنه، پای برهنه، سر برهنه داره. مردها در کنار کعبه دارن طواف میکنن کفن پوشن. ولله علی الناس حج البیت، و بر الله تعالی است، برای الله تعالی است بر مردم حقی، علی الناس حقی بر مردم، حج البیت، حج بیت الله تعالی، حج خانه خدا. من استطاع الیه سبیلا، هر کسی که توانایی داره، من استطاع، هر کسی که استطاعت داره، الیه به سوی او سبیلا، و راهی رو پیدا کرده که برن. کسانی که توانایی دارن و میتونن برن به حج باید برن، حج برای اونها واجب هست. و توانایی چی هست؟ توانایی اینه که کسی که توشه سفر رو داشته باشه، یعنی پولی رو که بتونه با اون سفر بکنه، اندازه سفرش نیازش پولش رو داشته باشه و بتونه بره، یعنی اسباب سفر هم براش فراهم باشه و مانعی وجود نداشته باشه در سر راهش، یعنی حالا ویزا بتونه بگیره حداقل، یا دشمنی نباشه سر راه، یا مریضی نباشه که نتونه بره. این شخص براش واجب هست و باید که بره حج بکنه. و خوشا به حال اون کسانی که امسال هم حج بیت الله الحرام نصیب اونها هست و حج میکنن، و اون کسانی که هنوز اقدام نکردن به حج و توانایی دارن فراموش نکنید که اولویت زندگی شما باید این مسئله باشه و حداقل تلاشتون رو بکنید، ثبت نامتون رو بکنید و بدونید که تجربه حج، لذت حج، لذتی که در زندگی در هیچ جای دیگه نمیشه یافتش، یقینا در هیچ جای دیگه یافت نمیشه. و من کفر، اما کسانی که روی نمیارن، کسانی که پشت بکنن، کسانی که انکار بکنن، کفر یعنی انکار و نپذیرفتن، کسانی که انکار میکنن این آیات بینات رو، این نشانه‌های واضح الله تعالی رو، این عظمت رو، این روحانیت رو، کسانی که نمیخوان بپذیرن این قداست رو، کسانی که چشم دیدن کعبه رو ندارن، برای خودشون بتکده ها تراشیدن، کسانی که در مقابل کعبه ها گذاشتن، کسانی که ابرهوار میخوان کعبه رو از بین ببرن، برای کعبه قداستی که برای کعبه هست براشون مهم نیست، دارن تخریب میکنن جایگاه کعبه رو، دارن مردم رو به بتکده هایی که خودشون ساختن سوق میدن، دارن برای بتکده های خودشون، برای معابد خودشون، عبادتگاه خودشون هزاران بلکه میلیون ها بار ارزش های بیشتر از کعبه و حج و مقدسات الله تعالی قرار میدن و مردم رو میخوان از کعبه غافل بکنن و مردم رو میخوان به سمت بتکده ها و قبرها و زیارتگاه خودشون بکشونن. این ابرهه ها رو الله تعالی میفهمد. فمن کفر، کسانی که به مانند ابرهه چشم دیدن کعبه رو ندارن و پشت میکنن و نمیپذیرن، با یک کسانی که به حج نمیرن، قبول دارن اما نمیرن به حج، پول دارن، ثروت دارن، نمیرن حج الله تعالی رو قبول ندارن، حج نمیکنن اصلا، یا نمیرن یا قبول ندارن یا کوتاهی میکنن. و من کفر، کسانی که پشت میکنن، انکار میکنن، کفر میکنن. فان الله غنی عن العالمین، الله تعالی بی نیاز از بندگان خودش. فان الله غنی عن العالمین، بی نیاز، هیچ نیازی بهشون نداره. یه اشاره بکنه، یه شیء یذهبکم ایها الناس، اگر بخواد یک لحظه شما رو همه از بین میبره، با یاتی به آخرین یک گروه دیگر رو میاره. و کان ذلک علی الله قدیر، این الله تعالی، و کان الله علی ذلک قدیر، الله تعالی بر این چیز قادر و هیچ کاری براش نداره. قل یا اهل الکتاب، یکی از به هر حال این آیه و من کفر فان الله غنی عن العالمین، یکی از اعتراضاتی که به هر حال اونها داشتن، یعنی یهودیان و مسیحیان، این بود که اولین خانه مسجد الاقصی بوده و ما چون اونجا سلیمان نبی بوده، موسی بوده، عیسی بوده و خب میدونید که مسجد الاقصی پایگاهی بوده که بسیار از انبیا تو دفنن اونجا. الله تعالی فرمود که شما اگر حقیقتا پیرو انبیاء الهی هستید، مخصوصا پیرو ابراهیم که در آیات 65 66 7 8
در همین سوره ما داشتیم که الله تعالی اونها میفرمود که یهودی‌ها میگفتن ابراهیم مسیحی بوده، ابراهیم یهودی بوده، و مسیحی‌ها میگفتن که ابراهیم مسیحی بوده. الله تعالی میفرماد که اگر شما واقعا پیروان ابراهیم هستید باید برید حج، چون که یادگار حقیقی ابراهیم حجه. چون که ابراهیم، مقام ابراهیم رو حتی بعضیا مقام ابراهیم رو یادگارهای ابراهیم معنا هم میکنن، یعنی مزدلفه، عرفات، منا و مشاعر. پیروان حقیقی ابراهیم علیه السلام مسلمان ها هستند، چرا که حج دارن، چرا که یادگار بزرگ ابراهیم پیش اوناست، خانه کعبه هست، مقام ابراهیم هست، زمزم پیش ماست، صفا و مروه پیش ماست، مشاعر پیش ما هستند، مزدلفه پیش ماست، منا پیش ماست، جمرات پیش ماست و عرفات پیش ماست. اینها هم یادگارهای ابراهیم علیه السلام هستند و حج ابراهیمی هست و شاعر ابراهیمی هستند. برای کسی که پیرو ابراهیم علیه السلام هست باید بیاد در راهش قدم برداره و مسلمان بشه و به حج شرکت بکنه. و من کفر فإن الله غنی عن العالمین. هر کسی که روی نکنه، روی بگردانه و نپذیره، الله تعالی بی نیاز از عالمیان هست. قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، لما تکفرون بآیات الله، چرا کفر میکنید بر آیات الله تعالی؟ والله شهید علی ما تعملون، و الله تعالی شاهد بر آن چیزی که شما انجام میدید. این آیه شبیه از لحاظ لفظش با آیه 70 از همین سوره مبارک اونجا فرمود الله تعالی که یا اهل الکتاب لما تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون. اون آیه 70 این بود تعبیرش، یا اهل الکتاب لما تکفرون بآیات الله و انتم تشهدون، چرا ای اهل کتاب چرا کافر میشید با آیات الله تعالی و در حالی که شما شاهد هستید. اینجا یک قول اضافه داره، اول کلمه و آخرش هم فرق میکنه. قل یا اهل الکتاب لما تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. ای اهل کتاب چرا تکفیر میکنید، چرا کفر میکنید با آیات الله تعالی؟ این آیات بینات رو چرا نمیپذیرید، چرا قبول نمیکنید؟ این کسانی که کتاب به شما داده شده، این کسانی که تورات و انجیل و قرآن به شما داده شده، این کسانی که کتاب‌های آسمانی پیش شماست، چرا نمیپذیرید؟ چرا نمیخواید بپذیرید که کعبه مقدس ترین مکان روی زمینه؟ چرا نمیخواید بپذیرید که مسجد الحرام مقدس ترین مکان روی زمینه؟ چرا نمیخواید قبول بکنید که پیروان حقیقی ابراهیم علیه السلام کسانی هستند که شیفته و بالای حجن و به حج میرن، به دنبال کعبه هستن، به دنبال شعائر ابراهیمی هستن، به دنبال توحیدی هستن که ابراهیم علیه السلام اون رو بنا کرد؟ چرا دنبال بتکده ها و زیارتگاه و آرامگاه و مکانهای دیگری هستید که جایگزین کعبه بکنید، جایگزین مسجد الحرام بکنید؟ لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون. الله تعالی شهادت میده بر اون چیزی که شما انجام خواهید داد. در روز قیامت سزای اعمال خودتون رو خواهید دید. قل یا اهل الکتاب، دوباره تأکید بر گفته گذشته، قل یا اهل الکتاب، بگو ای اهل کتاب، لم تصدون عن سبیل الله، چرا صد میکنید از راه خدا؟ لم تصدون، چرا صد میکنید عن سبیل الله، از راه الله تعالی؟ تبغونها عوجا، شما میخواید اون رو کج نشون بدید، میخواید راه الله تعالی رو کج نشون بدید. لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا، چرا صد میکنید از راه الله تعالی کسانی رو که ایمان آوردن؟ چرا میخواید مؤمنین رو منحرف بکنید؟ چرا میخواید کسانی که حقیقت رو، توحید رو میخوان درک بکنن، در راه توحید قرار بگیرن، کسانی که میخوان به الله تعالی برسن، چرا اونها رو صد میشید، راهشون رو اجازه نمیدید؟ تبغونها عوجا، تبغونها، میخواید که اون راه رو، اینها برمیگرده به سبیل، چون کلمه سبیل مؤنث معنوی هست و مؤنث سمایی هست و کلمه سبیل ضمایری که استفاده میشه برای اون مؤنث استفاده میشه. تبغونها عوجا من آمن تبغونها عوجا، چرا شما راه الله تعالی رو میخواید کج نشون بدید؟ تبغونها، میخواید که تبغونها اون راه رو عوجا، کج باشه، کج میخواید نشونش بدید. چرا از راه راست منحرف میکنید مردم رو؟ چرا حقیقت رو به مردم نمیگید؟ چرا در مقابل مقدسات، در مقابل حرم، در مقابل شعائر الله تعالی، در مقابل اولین خانه‌ای که برای خدا، برای عبادت انسان ها روی زمین قرار داده شده، مردم رو گمراه میکنید، به بیراهه میبرید، راه رو اونا رو به جای اینکه به کعبه برسونید به ترکستان میبرید، به جای دیگه میرسونید و سوق میدید. میخواید راه الله تعالی رو کج نشون بدید، میخواید اونا رو منحرف کنید. اگر بعد از حج به زیارت فلان ولی و فلان نبی نرفتی، حجت قبول نیست. اینها دقیقاً مصداقایی که در این آیه داره بهش اشاره میشه و اینا همه جنگ و مبارزه با اون دعوت توحیدی هست و در مقابل مقدسات دیگه تراشیدن. و انتم شهدا، در حالی که شما میدونید، شما شهادت میدید، شما خودتون خبر دارید که چیکار دارید میکنید، میدونید که دارید دروغ میگید، میدونید که دارید مردم رو فریب میدید، میدونید که حقیقت چیه اما انکارش میکنید. این کتاب پیش شماست، اهل کتابید دیگه، کتاب دست شماست، این آیات جلوتون هست دیگه، این آیات رو شما میدونید ولی به مردم نمیدید. آقا آیات شما نمیفهمید،
باید حتما یک عالم مرجع عالی قدر باشه، اونم که نایب امام زمان باشه، نایب فلانی باشه، نایب فلانی باشه تا این چیزها رو بفهمه. قرآن که شما نمیفهمید، شما اصلا نرید سراغ قرآن چون شما نمیفهمید. شما میدونید که این چیزها اگر رفتن سراغ قرآن هدایت میشن. و ما الله بغافل عما تعملون، الله تعالی از آن چیزی که شما انجام میدید غافل نیست. و ما الله بغافل عما تعملون، الله تعالی غافل نیست از اون چیزی که شما انجام میدید. و فکر نکنید چون الله تعالی فعلا به شما مهلت داده بی خیال شماست، غافل از کاری که میکنید. نه، مواظب باشید که الله تعالی گرفتنش سنگین است. تا همینجا اکتفا میکنیم. این صفحه تلاوت این آیات رو گوش میکنیم. این آیه آخر مرتبط به موضوع بعدی هست. ان شاء الله در صفحه بعدی این آیه رو با همراه آیات بعدی صفحه 63 ان شاء الله با ترجمه مختصرتر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. با سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. تلاوت این صفحه رو با صدای استاد محمود خلیل حسری رحمت الله علیه شنیده میشون از اکابر تلاوت و قاریان قرآن کریم در قرن گذشته بودن. الله تعالی ایشون رو رحمت بکنه و امیدواریم که تمام تلاش ایشون و تمام خادمین قرآن کریم رو در میزان حسنات اونها قرار بده و صدقه جاری اونها ان شاء الله تا روز قیامت جاری باشه و ما رو هم از این خیر کسی بی بهره نگذارد. در ادامه آیات الله تعالی در بخش دوم سوره آل عمران، سوره آل عمران 200 آیه هست و میشه گفت ما به نصف سوره رسیدیم از لحاظ تعداد آیات. تا به اینجا بیشتر خطاب به قوم به هر حال مخالفین اسلام بود و گروه های مختلفی که از مسیحیان و یهودیان قرار داشتن و حتی مشرکین در آیات مختلف و شبهات بررسی شد و تقدسگراهایی که مطرح میشد و چه از اشخاص چه نقاط و اماکنی که بعضی ها در مقابل اماکن مقدس قرار دادن و غلو و افراط. همیشه این مشکل هست در بین کسانی که مشکل دارن با دعوت توحید، غلو و یا افراط میکنن یا تفریط میکنن. بعضی شخصیت ها و اولیاء خدا رو بالاتر بردن از اون مقامی که هستن و بعضی از اماکن و مقدسات و اولیاء خدا رو پایین تر آوردن از اون چیزی که هستن. این همیشه مشکلی این عده هست، همیشه یا دچار افراطن یا دچار تفریطن و این مسائلی که در اینجا مطرح شد. اما در بخش دوم سوره آل عمران الله تعالی به موضوعاتی که بیشتر در بخش دوم مطرح میشه، بیشتر موضوع جهاد پررنگ‌تره و به چشم میاد. موضوع جهاد موضوعی هست که وقتی که بحث از جهاد میکنیم به خاطر اینکه بسیاری از احکام شرع نیاز به جهاد داره. در تاریخ رسول صلی الله علیه و سلم در مسعود النبی وقتی که بنا شد و بعد از اون در تاریخ مدنی ما میبینیم که جهاد بسیار پررنگ بوده و جهاد سبب شد تا اسلام به گوشه و کنار دنیا برسه، از جزیره عرب خارج بشه، به بلاد فارس بره و بره اون طرف به روم بره، شمال مصر و به شمال قاره آفریقا برسه. و جهاد یکی از همونجوری که در سوره بقره هم گفتیم که 4 مفهوم و 4 اصل در سوره بقره ذکر میشه: توحید، نبوت، جهاد و انفاق. که توحید هر کدوم خادم قبلی هست، نبوت در خدمت توحید، جهاد در خدمت نبوت و انفاق در خدمت جهاد. جهاد برای به ثمر رسیدن دستاورد نبوت و به خاطر اینکه اون اهداف نبوت برآورده بشه جهاد لازم است در چارچوب شرعی خودش با اون فقهی که داره به جای خودش. اما متاسفانه الان اسم جهاد وقتی گرفته میشه خیلی ها اسم به هر حال کشتن و بستن و ظلم و ستم اینها یادشون میاد. اون چیزی که ما از جهاد نام میبریم همون اصطلاح شرعی هست در چارچوب فقه جهاد و فقه شرعی و اون چیزی که در کلام الله مجید هست و اون چیزی که منتسب به جهاد است ما مد نظر ما نیست و هیچ ارتباطی به موضوع ما نداره. اون چیزی که قرآن کریم ذکر میکنه، اون چیزی که در زمان رسول صلی الله علیه و سلم اتفاق افتاد در زمان خلفای راشدین، بر همون منهج و بر همون منوال دشمن ها طبق همون فقه شناخته بشن و مجاهدین طبق همون فقه معرفی میشن و اهداف مشخص میشه و فقه مفصل خودش رو داره. الله تعالی در پیش زمینه‌هایی که برای جهاد نیاز هست چند دستور ذکر میکنه برای مؤمنین. حالا معرفی شدن چهره مشرکین و کفار و منافقین. الله تعالی در ایسان میفرماید: یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردین، ان تطیعوا فریقا، اگر اطاعت کنید فریقا گروهی است
من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که اونها کتاب داده شده از یهودیان و مسیحیان، یردوکم، اونها برمیگردن شما رو بعد ایمانکم، بعد از اینکه ایمان آوردید، کافرین، شما رو کافر میکنن، مرتد میشید، برمیگردید. ما محتوای این آیه رو ما شبیه این محتوا رو در آیه 120 هم داشتیم. ولن ترضى عنک الیهود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، هرگز یهودیان و مسیحیان از تو راضی نمیشن مگر اینکه پیرو ملت اونها بشید. در آیه 105 بقره هم داشتیم که ما یود الذین من کفروا من اهل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، هرگز کسانی که مشرک شدن و کافران اهل کتاب راضی نیستن که هیچ خیری از الله تعالی به شما برسه. در آیه 217 همون سوره مبارکه بقره هم باز داشتیم ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم من استطاعوا، اونها همیشه پیوسته با شما در جنگن تا اینکه شما را از دینتون اگر بتونن برگردونن. در آیه 51 سوره مبارکه مائده داریم که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ای کسانی که ایمان آوردید یهودیان و مسیحیان رو به دوستی نگیرید، و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی که با یهود و مسیحی، با یهودی و مسیحی به دوست شد یکی از خود اونهاست. در همین سوره یعنی سوره مبارکه مائده آیات مختلف ما داریم. در باز در جلوتر در آیه 80 الله تعالی میفرماید که ترى کثیر منهم یتولون الذین کفروا، بسیار از اونها رو میبینید که کفار رو به دوستی گرفتن. لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم وفی العذاب هم خالدون. در آیه بعدی میفرماید که اگر اونا به الله و پیامبرش و قرآنی که نازل شده بر ایمان این داشته متخذوهم اولیاء. در سوره نساء ما داریم در آیات 138 39 140 الله تعالی صراحتا من میکنه از دوستی با اونها و میفرماد منافقین و بشر المنافقین بان الله عذابا الیم، بشر المنافقین بان الله عذابا الیم. در آیه 138 سوره نساء منافقین رو بشارت بده به عذابی بسیار دردناک. اونها کی هستن؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کسانی هستن که کفار رو دوستی میگیرن در مقابل مؤمنین. در 28 همین سوره آل عمران هم ما داشتیم لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. محتوای بحث دوستی با کفار و یهود و نصارا انقدر زیاد است در قرآن کریم که کل این برنامه رو تا آخر اگر بخوایم صحبت بکنیم فقط میتونیم آیات رو ذکر بکنیم بدون شرحش و بدون تفسیرش. این موضوعی هست که اولین موضوع بحث جهاد هست که باید مد نظر باشه. دوستی با کفار یعنی کفر. یردوکم بعد ایمانکم کافرین. و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله، و چگونه شما کافر میشید؟ و کیف تکفرون، و چگونه شما کافر میشید؟ و انتم، در حالی که شما تتلی علیکم خونده میشه بر شما آیات الله تعالی، قرآن بر شما خونده میشه. اون موقعی که این آیه نازل شد آیات نازل میشد، در زمان نزول این آیه هنوز قرآن نازل میشد، الان قرآن بازم تلاوت میشه. و کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله، چگونه کافر میشید در حالی که بر شما نازل میشه آیات الله تعالی و فیکم رسوله، پیامبر در میان شماست. در شأن نزول این آیه گفته شده که یکی از افرادی که از یهودیان بدسرشت، پیرمردی، وقتی که بر محفلی از انصار اوس و خزرج گذر کرد دید که اینها تا چند سال پیش با هم جنگ و دشمنی و کینه داشتن، الان به برکت اسلام همه برادر شدن و با هم نشستن و همه با هم خوشن و راحتن و متحد شدن. نتونست تحمل بکنه این صحنه رو. یکی از جوانای یهود که برو بین اینها جنگ بعاث رو یادآوری بکن. جنگ بعاث جنگ خانمانسوزی بود بین اوس و خزرج که به کشته شدن بسیاری از سران دو قوم انجامید در همون سالهایی که پیامبر اکرم علیه السلام در مکه تازه دعوت علنی رو شروع کرده بودن. و بعد از اون اوس و خزرج اومدن به دامان پیامبر اکرم علیه السلام در مکه و طلب کردن و خواستن ازشون که شما بیایید و ما این جنگ رو پایان بدیم و بیایید به مدینه، بیایید که سبب هجرت پیامبر اکرم علیه السلام شد. به هر حال اون اومد و شعرهای از باز خوند و تحریک کرد و گروه رو. بعد فرزندانی از اوس و خزرج، جوانانی که بودن تحریک شدن، اون حس جاهلیت گذشته تحریک شد، بلند شدن بر ضد هم جنگ و دعوا و حتی به شمشیر کشید و از صف کشیدن و موعد تعیین کردن برای جنگ. پیامبر اکرم علیه السلام خبر شدن، آمدن و ملامت کردن، سرزنش کردن و خطبه خوندن و این آیات نازل شد. گرچه باز هم تاکید میکنم شأن نزولش این هست، اما آیات برای همیشه هست و احکام تا ابد جاری است برای همه اقوام. در زمان قرآن کریم خب آیات نازل میشد و فیکم رسول، پیامبر وجود داشت. الان که پیامبر وجود نداره معنای آیه این گونه است که و فیکم رسول، ما الان کتاب بین ما هست تلاوت میشه و فیکم رسول، سنت پیامبر اکرم علیه السلام بین ما هست و میدونیم که پیامبر اکرم علیه السلام در این باب و در هر موضوعی چه فرمایشی داشتن. و من یعتصم، شما چگونه کافر میشید؟ قرآن. مشکل اینه که ما الان خیلی از کسانی که به دست به دامان یهود و مسیحا رفتن قرآن تلاوت نمیکنن، قرآن رو نمیشنون، نمیفهمن، نمیخونن، نمیرن سراغش. اگر تتل علیکم آیات الله باشه و فیکم رسول، تلاوت قرآن کریم باشه و سنت پیامبر باشه و آشنایی باشه، هرگز انسان کافر نمیشه، نمیره سراغش. مشکل اینه که ما دور شدیم از این قرآن و عمل نمیکنیم بهش.
و من یعتصم بالله، هر کسی که چنگ بزنه. اعتصام، یعتصم از کلمه اعتصام گرفته شده، اعتصام به معنای چنگ زدن و دست آویختن. و من یعتصم بالله، و هر کسی که چنگ بزنه به الله تعالی و به هر دین الله تعالی اینجا مراد هست، و کسی که متوسل بشه به الله تعالی، به خود الله تعالی، فقد هدی الی صراط مستقیم، پس همانا هدایت شده است به راه راست، همون راهی که روز در نمازها ما از الله تعالی میطلبیم، اهدنا الصراط المستقیم. یا ایها الذین آمنو. خب یکی از موارد این بود که پرهیز از دوستی با کفار یهود، و مورد دوم مورد تقوا هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقات، تقوا پیشه کنید، تقوا پیشه کنید. اون موردی بود که انسان از کفر نجات میده. مورد اول موردی بود که انسان سبب میشه که انسان از دین خارج میشه و کافر میشه اصلا و به دامن توحید نمیاد. بس آیه دوم و یا ایها الذین آمنوا، مورد دوم، شما کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه کنید، اون گونه‌ای که شایسته تقوا است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقات، انسانی که متقی نباشه در میدان جهاد وقتی که رفت و جز فسق و فجور و جنایت کسی کار دیگه از این انسان سر نمیزن. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، اتقوا الله، از الله تعالی بترسید، پروا کنید، پرهیزکاری پیشه کنید. حق تقات، آنگونه‌ای که شایسته حق تقوای اوست. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، و نمیرید، ولا تموتن، نمیرید الا وانتم مسلمون، مگر و در حالی که شما مسلمان هستید. نمیرید مگر در حالی که شما مسلمان هستید، یعنی اینکه شما سعی کنید که همیشه با اسلام از دنیا برید. و چون انسان مسلمان نمیدونه که کی از دنیا میره، به این معناست این آیه که همیشه به هوش باشید، همیشه پروازگار باشید، همیشه تا میتونید تلاش کنید از الله بترسید. و در توصیف این آیه، در ادامه این آیه، باز آیه دیگری در تکمیل همین آیه در سوره تغابن داریم. اتقوا الله، اینجا که فرمود اتقوا الله حق تقاته، اونجا فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، از الله تعالی بترسید هر چقدر که میتونید، پرهیزکاری کنید تا حد توان خودتون، یعنی تلاشتون رو بکنید و هر چقدر که میتونید. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله تعالی کسی بیشتر از حد توانش مؤاخذه نمیکنه و اون رو به حال مکلف نساخت. چگونه ما چیکار بکنیم که خب ما با اسلام از دنیا بریم؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چگونه ما با اسلام از دنیا بریم؟ چیکار بکنیم؟ چه مواردی ما کمک میکنه که ما با اسلام از دنیا بریم و پیوسته در طول زندگی بر این مسیر باشیم، در همون اهدنا الصراط المستقیم که در آیه قبلی ذکر شد و حق تقوا رو گونه که شایسته است برقرار بکنیم. یکی از موارد این هست واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و چنگ بزنید، واعتصموا، چنگ بزنید، به حبل الله، به تناب و ریسمان الله تعالی، جمیعا، همه شما، ولا تفرقوا، و تفرقه نندازید بین خودتون، و تفرقه نندازید، چند دسته نشید، جدا نشید از هم. یه موضوع اختلاف داریم، یک موضوع تفرقه است. اختلاف هست، تفرقه مذمومه. اختلاف مذموم نیست، تفرقه مذمومه. اختلاف در مسائل فقهی، در فروعات، طبیعتاً ولا یزالون مختلفین ولذلک خلقهم، الله تعالی فرمود که همیشه اختلاف وجود داره و اصلا یکی از حکمت‌های خلقت بشر هم همین اختلاف هاست. اما اختلافی که نباید سبب تفرقه بشه، اختلافی که در اصول نیست و در فروعه. این اختلاف در فروع، در مسائل فقهی مثلا، در مسائل جزئی، در اولا و اهم، در مستحبات و فرایض، در این مسائل هست. و اما در بحث اعتقادات، در اصول دین اختلافی وجود نداره در بین مسلمین، و در این اختلافات مذموم در اعتقاد، در توحید، در معاد، در نبوت، در اون چیزی که مربوط به اعتقادات میشه. اما در مباحث فروعات اختلاف هست، اما تفرقه مذمومه. در فروعات هم تفرقه نباید باشه. اینکه من به خاطر اینکه یک رأی فقهی من با کسی دیگه فرق میکنه فاصله بگیرم از اون و جدا بشم از اون و تفرقه ایجاد بکنم، این مذمومه. به ریسمان الله تعالی چنگ بزنید. ریسمان الله تعالی، حبل الله، میتونه کلام الله مجید در رأس این تعابیر هست و مهمترین مسئله قرآن کریم ریسمان الله تعالی است که باید اون چنگ زد. و دین الله تعالی هم ترجمه میتونه بشه و رسالتی که رسول صلی الله علیه و سلم آورد. حبل الله اینجا کلام الله مجید است، به این قرآن چنگ بزنید. رمز اتحاد امت قرآن است، بازگشت به قرآن و تعالیم قرآن. و در آیه 64 سوره مبارکه آل عمران، در همین سوره هم اونجایی که الله تعالی دعوت کرد تمام اهل کتاب رو که بیاید الی کلمة سواء بیننا و بینکم، بیاید که اون چیزی که رمز تو وحدت بین ما و شما اهل کتاب است. اهل کتاب رمز وحدت همه اهل کتاب، تورات، انجیل و قرآن، پیروان تورات و انجیل و قرآن، رمز وحدتشون یک چیزه و اون هم اعتقاد، اصول اعتقادی، توحید.
تعالوا در آیه 64 خوندیم در همین سوره. وحدت فقط در عقیده است. چیزی در غیر از عقیده وحدتی وجود نداره در قرآن. هر جایی که ما نگاه بکنیم این آیه با اسم آیه وحدت هم خیلی سر زبان‌های خیلی هست. وحدت در عقیده است. قرآن بخشش و بخش دیگه تفسیر میشه. این آیه رو با آیه 64 سوره بقره، سوره آل عمران در همین سوره این آیه با آیه 64 که کنار هم میگذاریم، اونجا فرمود ای اهل کتاب بگو پیامبر من بیایید، قل تعالوا قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، ای اهل کتاب بیاید به سوی یک وحدت، کلمه مشترک اشتراکات، وحدت برای با اشتراکات، وحدت سر اشتراکات. اون چیزی که الله تعالی ما رو بهش دعوت میده اشتراک در عقیده است. قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، اون کلمه، اون اصلی که بین ما و شما مشترکه، سواء بیننا و بینکم، برابر بین ما و شما چی بوده؟ الله نعبد الا الله، فقط الله را عبادت کنیم، چه مالی چه جانی چه زبانی. بعد ولو نشرک به شیئا، و شرک نکنیم بین خودمون الله تعالی واسطه گری و وزیر و پارتی و نمیدونم توسل و این امام و اون نبی و این صالح و این ولی و این چیزا نباشه. شرک بین خودمون و خدا قرار ندیم، شفیع بین خودمون و خدا قرار ندیم، مثل کفار مکه نگیم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینا شفاعت ما رو پیش خدا میکنن، و نگیم ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا ما رو به الله تعالی نزدیک میکنن. این شرک مکه همینه، ابو جهل هم همین شرکش همین بود، کفرش همین بود. اصلا در آیه 18 سوره یونس، در آیه 3 سوره مبارکه زمر، این چیزا تعبیرایی که میشه لا نعبد الا الله ولا نشرک به شیء ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، برخی از ما برخی دیگر رو رب نذاریم، صفات ربوبیت بهش ندیم، این خالقه، این مالکه، این میبخشه، این نجات میده، این شفا میده، این بارون میده، این خوشسالی میده، این بچه میده، این ولد میده، این مریضه، این اون مریضه. همین آقایونی که خودشون متوسل به این و اونن تو بیمارستان بستری میشن و خودشون نایبه های برحق این و اون و اون میدونن، تو بیمارستان بستری هن و نیازمند 4 تا پزشک و طبیب کنن رو درمان کنن. خب چرا از فلانی کمک نمیخواید شما کن که کل عالم رو داره شفا میده و کمک میکنه؟ یک نگاهی به شما بنازه حل ده که شما که نایب برحقش هم هست. اما مسائلی هست که اصل اعتقاد، اصل دعوت و اصل توحید، اصل دعوت و دعوت به توحید، دعوت به وحدت در بحث توحید است، در بحث اشتراکات. بنابراین آیه و آیه 64 که گذشت تعریفش و ترجمهش. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، چنگ بزنید به ریسمان الله تعالی قرآن کریم همگی و تفرقه نکنید. چند دسته نشید درباره قرآن، نگید آقا این قرآن تعریف شده ما قبول نداریم، نگید این قرآن فلانی نمیفهمه، قرآن اصلی ما 17000 آیه است، بعداً میاد هنوز نیومده، تحریف شده، اینطور بوده اونطور بوده. این کتاب الله تعالی است، این رمز وحدت است. ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم، و بیاد بیاورید نعمت الله تعالی رو بر شما، اذ کنتم، موقعی که شما اعداء، دشمن بودید با هم دیگه در زمان پیامبر اکرم علیه السلام، و اوس و خزرج با هم دشمنی داشتن و بسیاری با هم دشمن بودن. امروز هم ببینید وحدت، قرآنی که ما رو کنار هم جمع میکنه و دینی که ما رو کنار هم جمع میکنه. اگه دین نباشه، اگه قرآن نباشه، اقوام مختلف تشنه به خون همن و همین اقوام میبینید که وقتی که پایبند به دین میشن برادر، میشن دوست، میشن آشنا، میشن همسنگر. اما همین احزاب، همین گروه ها وقتی که قرآن از بین اونها کنار بکشیم، اگر دین رو بکشیم کنار، اون موقع همه تشنه به خون همن، دشمنن و میجنگن با هم دیگه. بیاری نعمت خدا رو. پس چنگ زدن چیزایی که ما کمک میکنه تا همیشه بر استقامت داشته باشیم بر دین و با اسلام از دنیا بریم، چنگ زدن به ریسمان الله تعالی به قرآن کریم، یادآوری نعمت‌های الله تعالی بر ما، نعمت‌هایی که بر ما داشته، نعمت ایمان، نعمت سلامتی، نعمت پیامبر اکرم علیه السلام، نعمت دین، نعمت حقانیت و نعمت فراوانی که بر ما داشته و من جمله محبتی که بین ما ایجاد کرد. اذ کنتم واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء، و یاد بیاورید نعمت خداوند متعال را، مخصوصا اون زمانی که شما بودید دشمن با هم، فالف بین قلوبکم، پس بین شما الفت ایجاد کرد بین قلب‌های شما، الف الفت ایجاد کرد بین قلب‌های شما، فاصبحتم، پس شدید به نعمت الله تعالی اخوانا، برادر شدید به فضل الله تعالی. و کنتم علی شفا حفرة من النار، و کنتم شما بودید علی شفا بر لبه حفرة پرتگاهی از آتش، من النار از آتش. شفا از شفا گرفته میشه، شفا من لب هم هست و شما بر لبه یک پرتگاه، حفره، پرتگاه، چاله از آتش دوزخ بودید و فانقذکم، پس نجات داد شما را از اون. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون، این گونه بیان میکنه الله تعالی آیاتش را برای شما باشد که شما هدایت شوید. این موضوع دوم
پس ذکر نعمت‌های الله تعالی، چنگ زدن به ریسمانش، ذکر رحمت‌های الله تعالی. و مورد سوم ولتکن منکم امتون، و باشد ولتکن باشد منکم از شما امتون گروهی یدعون که اینا دعوت میکنن به خیر، یأمرون بالمعروف امر به معروف میکنن و ینهون عن المنکر نهی از منکر میکنن و اولئک هم المفلحون و اینا کسانی هستن که رستگار شدن. یک گروهی هم باید باشن که امر معروف بکنن و نهی از منکر میکنن. این گروه کیا هستن؟ امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. امر به معروف یعنی امر کردن به تمام خوبی ها. معروف چیه؟ معروف هر آن چیزی که قرآن و سنت رسول صلی الله علیه و سلم بهش میگن معروف. و منکر چیه؟ منکر هر آن چیزی که قرآن و سنت پیامبر اکرم علیه الصلوة و السلام اون رو ناپسند میدونن و اون رو منکر میدونن. امر معروف، نهی از منکر به این معناست. امر معروف باید با معروف باشه و نهی از منکر باید به غیر از منکر باشه. و یدعون الی الخیر میتونه اینجا دعوت زبانی باشه. یدعون الی الخیر دعوت میکنن به خیر و نیکی ها، این عام هست با زبان. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر امر به معروف و نهی از منکر میکنن. امر معروف نهی از منکر پیامبر اکرم علیه السلام فرمود کسی که از شما منکری رو میبینه اگر میتونه با دستشون رو تغییر بده، اگر نمیتونه با زبانشون رو تغییر بده، اگر نمیتونه فبقلبه حداقل با قلبش اون رو ناپسند بدون و ذلک اضعاف الایمان و این پایین ترین درجه ایمانه. امر معروف اول با دست باید باشه، جلوشو باید گرفت، نهی از منکر امر معروف و نهی از منکر. و بعد اگه نمیتونه انسان با زبان خودش، نمیتونه با قلب، بعد بدونه حداقل این پایین ترین درجه ایمانه. البته نگفته نموند که ما وقتی میتونیم امر معروف و نهی از منکر به صورت کلی و به اون جوری که شایسته است اجرا بکنیم که جهاد پررنگ باشه و انسان حکومت اسلامی توانایی این رو داشته باشه. متاسفانه خیلی جاها مشاهده میشه که ما امر معروف نهی از منکر که اصلا فقط در جاهای صورت میگیره که ما ببینیم طرف موافق هم فکر ما هست در همون موضوع صحبت میکنیم. امر معروف و نهی از منکر خیلی جاها در مخالفت با شخص مخالف است. یعنی داره منکری رو میبینیم، یعنی چی؟ یعنی داره باید مخالفت بکنیم با اون. امر معروف بکنیم یعنی اون این کارو نمیکنه، ما داره مخالفت میکنیم با اون. و متاسفانه خیلی از ماها غافلیم از این حقیقت و از این اهمیت بالا. و اولئک هم المفلحون و این گوده کسانی که دعوت میکنن به خیر، امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، اونها هستن که رستگارانن. گونه نباشه که انسان مسلمان انقدر بیخیال باشه که موسی به دین خود، عیسی به دین خود. نه، ما باید امر معروف بکنیم و نهی از منکر داشته باشیم. ولا تکونوا کالذین تفرقوا و نباشید مانند کسانی که تفرقه ایجاد شد بینشون، تفرقه کردن. ای موحدین، بازم تاکید میکنم چیزی وحدتی به غیر از عقیده وجود نداره. همه این آیاتی که ذکر میشه درباره موحدینه، درباره ایمانداران به قرآن کریمه، درباره کسانی که تسلیم شدن به پیامبر اکرم علیه السلام سنتش و راه اون. پیامبر اکرم علیه السلام سنتش و راهش. تفرقه نکنید. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود که یهود 71 فرقه شدن، مسیحی 72 فرقه شدن، امت من 73 فرقه میشه. فرمودن که مگر همه کلهم فی النار، همه اینا در آتش دوزخن مگر یکی از اونها. گفته شد یا رسول الله اون یکی کی هستن؟ کدوم گروهن که نجات پیدا میکنن؟ فرمود ما انا علیه و اصحابی، همون گروهی که من و یاران من بر اون هستن. از بین اگر تفرقه هم شد فقط رستگاران کسانی هستند که پیرو پیامبر اکرم علیه السلام و سنتشون و صحابه هستند. و آیه 137 سوره مبارکه بقره هم بر همین امر دلالت میکنه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر ایمانی به مانند ایمان شما، یعنی مخاطبین قرآن در اون زمان که صحابه بودن، ایمانی به مانند ایمان شما صحابه آوردن، فقد اهتدوا، پس هدایت شدن. و ان تولوا فإنما هم فی شقاق، اگر روی گرداندن پس اونها در گمراهی و ضلالت هستند. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، مانند کسانی نباشید که تفرقه کردن و اختلافو و اختلاف کردن من بعد ما جاءهم البینات، بعد از این که آمد برای آنها نشانه های واضح الله تعالی. آیات کلام الله مجید گفته میشه به آنها نمیپذیرند. چرا؟ چون وجدنا علیه آباءنا کذلک یفعلون، ما پدر و مادرانمون این گونه یافتیم. و اذا قیل لهم اتبعوا قالوا و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. وقتی که اونا گفته میشه که اطاعت بکنید از اون چیزی که در قرآن نازل شده، میگن که ما اطاعت میکنیم از اون چیزی که ما پدر و مادرانمون بر اون یافتیم، آبا اجدادمون اینجوری بودن، ما هم اینجوری میریم. این مصیبت. شما از این عده نباشید. و اینا کسانی هستن و اولئک لهم عذاب عظیم، اینها کسانی هستن که عذاب بسیار بزرگی در انتظار اینها خواهد بود. اون روزی که تبیض وجوه، عده از صورتها بسیار نورانی و سفید هستند و میدرخشند. تبیض سفید هستن، البیض گرفته شده، ابیض یعنی سفیدی، تبیض نورانی هستن، منورن میدرخشن، وجوه و تسود
سود از اسود گرفته میشه، تسود یعنی سیاه، و تسود وجوهن و بسیار سیاه میشه چهره‌های دیگری. فاما الذین اسودت وجوههم، اما کسانی که چهره‌های اونها سیاه شده، به اونها گفته میشه اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدید بعد از اینکه ایمان آورده بودید. این مخاطبین این آیه میتونه کسانی باشن که در ابتدا اهل کتابی که ایمان داشتن به کتاب‌های آسمانی و باید ایمان می آوردن به دین بعدی ایمان نیاوردن، یا منافقینی که در ابتدا ایمان آوردن و مرتد شدن، و یا کسانی که منها حقیقت گفته میشه و نمیپذیرن و به بدعت‌ها و خرافات و شرکیات مبتلا هستند. اکفرتم بعد ایمانکم، آیا کافر شدید بعد از اینکه ایمان به شما گفته شد، حقیقت برای شما آشکار گشت. فذوقوا العذاب، پس حالا که این گونه است بچشید عذاب رو، به ما کنتم تکفرون، به سبب اون کفری که انجام دادید. و اما الذین بیضت وجوههم، و اما کسانی که چهره های اونها روشن است و درخشان است، ففی رحمت الله، در رحمت الله تعالی هستند، هم فیها خالدون، آنها در اون جاودانه میمونند در رحمت الله تعالی. تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق، اینها آیات و نشانه ها و اینها دلایل الله تعالی است. این تلک آیات الله، اینها آیات الله تعالی است که نتلوها علیک بالحق، میخوانیم آنها را بر تو ای پیامبر ما به حق و حقیقت. و اما الله یرید و ظلما للعالمین، الله تعالی اراده ظلم به عالمیان نداره. وقتی که این دستورات به شما گفته میشه، وقتی که این دستورات و این پیام ها به شما میرسه، امر معروف نهی از منکر، چنگ زدن به اسم الله تعالی، یادآوری نعمت الله تعالی و دوری از تفرقه و اختلاف بعد از وحدانیت اعتقاد، بعد از اینکه همه شما موحد هستید، وقتی که در توحید با هم مشترک هستید، وقتی که شرک ندارید، وقتی که توسل بیجا ندارید، وقتی که قلب پرستی ندارید، وقتی که موحد هستید، دیگه باید تفرقه نکنید به خاطر اختلافات جزئی در فروعات و با کفار دست دوستی ندید. همه اینها به خاطر نیست که الله تعالی میخواد به شما سخت بگیره، اینها مقدمات هستند برای جهاد. الله تعالی اراده ظلم به شما نداره، بلکه میخواد ظلم رو برداره با جهاد و میخواد با شما دفاع بکنه. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور، و در این راه یعنی در راه جهاد نترسید از کسی، چرا که از الله تعالی است آن چیزی که در آسمان هاست، ولله ما فی السماوات، و از ان الله تعالی است آن چیزی که در آسمان هاست، و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است، و الی الله ترجع الامور، و به سوی الله تعالی بازگشت همه شما خواهد بود. تلاوت این سفر میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. صلوات استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. با سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. تلاوت بسیار زیبای استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمت الله علیه رو شنیدیم و استاد عبدالباسط نیاز به معرفی نداره و همه عزیزان حتما میشناسنش. در ادامه آیات الله متعال فرمود که در آیه 110 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کنتم خیر امة اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید. کنتم هستید، بودید بهترین امتی که اخرجت للناس، خارج شده است برای مردم، به نفع مردم، به سود مردم. تأمرون بالمعروف، وجه مزیت شما چیه؟ این شما ویژگی شما چیه که بهترین امت هستید نسبت به امتیان گذشته؟ شما امر معروف میکنید، شما نهی از منکر میکنید. شما امر معروف و نهی از منکر، دعوت به نیکی ها دارید، انسان ها رو به نیکی ها دعوت میکنید و از بدی ها باز میدارید. این وجه مزیت این امت نسبت به دیگر امت ها. و امر معروف و نهی از منکر به قدری مهم هست، به قدری مهم است که ترک و انکارش و فراموش کردنش سبب لعن میشه. الله متعال در سوره مبارکه مائده در آیه 79 میفرماید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل. آیه 78 و 79 در 78 میفرماید که لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. بنی اسرائیل بر لسان داوود و عیسی پسر مریم علیهم السلام لعنت شدن، در که ما عصوا و کانوا یعتدون، اونها به خاطر اینکه عصیان میکردن و تعدی میکردن. کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. در آیه 79 میفرماید اونها از سوره مبارکه مائده، اونها یکی از دلایلی که لعنت شدن این بود که لا یتناهون عن منکر فعلوه، اونها وقتی که منکر رو میدیدن همدیگر رو باز نمیداشتن از اون منکر. لبئس ما کانوا یفعلون، چه کار بدی میکردن. این که ترک میکردن منکر رو، به خاطر ترک منکر، ترک انکار منکر، به خاطر ترک انکار منکر اونها مستحق لعنت شدن از طرف انبیاء الهی. شما بهترین امتی هستید که برای بشر، به سود بشر، به نفع بشر آفریده شدید و خارج شدید و شما امر معروف میکنید و نهی از منکر میکنید و تؤمنون بالله، و شما ایمان به الله تعالی دارید. فراموش نکنید که شما امر معروف شما و نهی از منکر شما، اگر در راه امر معروف و نهی از منکر سختی دیدید، مشکلاتی دیدید، میدان امر معروف، میدان نهی از منکر، میدان آزمایشه، میدان سختی هاست، میدان توهین هاست، میدان اهانت هاست، میدان هجرت هاست، میدان زخم هاست، میدان به حال تهدید هاست و مجال آسونی نیست. کار امر معروف و نهی از منکر کار ساده ای نیست، کاری که واقعا زحمت میخواد، کاری که واقعا تلاش میخواد. الله تعالی میفرماید کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امتی هستید که خارج شدید برای مردم و امر معروف و نهی از منکر میکنید و تؤمنون بالله، و به الله تعالی ایمان دارید. فراموش نکنید که شما در راه الله تعالی دارید این کارو میکنید. فراموش نکنید که شما سربازان جان بر کف الله تعالی هستید و این امر معروف و نهی منکر اگر هر سختی هم که داره، اگر هر مشکلات و مشقتی هم که داره، شما ایمان آوردید به الله، شما تسلیم شدید در برابر الله، شما در راه الله تعالی دارید تلاش میکنید. فراموش نکنید شما همه اینها برای شما اجر و پاداش داره و اینها رو الله تعالی میبینه. شما سربازان الله تعالی هستید، شما بندگان خاص الله تعالی هستید، شما باید این گونه باشید. این کلمه تؤمنون بالله بعد از کلمه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر که ذکر میشه در آخر، خودش اشاره به این داره که راه امر معروف و نهی از منکر راه سختی هاست و ایمان به الله تعالی است که شما همیشه باید امیدتون و هدف اصلیتون و چشم داشتتون و مسیرتون از امر معروف و نهی از منکر ایمان به الله تعالی باشه و دست یافتن به اون اهدافی که دارید در راه ایمان به الله تعالی. و فراموش نکنید سربازان الله تعالی هستید و هدف اصلی شما الله تعالی است از امر معروف و نهی از منکر. ولو آمن اهل الکتاب، اگر ایمان می آوردن اهل کتاب لکان خیر لهم، خیلی برای اونها بهتر بود، اما گوش نمیکنن، نمیپذیرن. منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون، یه عده از اونها ایمان میارن اما اکثرشون فاسقن و اونها مفسدن. لا یضرکم الا اذى، اما در راه امر معروف، در راه جهاد، در راه اعلاء کلمت الله، در راه دست یافتن به رضایت الله تعالی، در راه ایمان به الله تعالی، اونها یقینا با شما مبارزه میکنن، در این مسیر با شما میجنگن، اما لا یضرکم الا اذى،
هرگز لن یضرکم، هرگز ضرر نمیزنن به شما، لن یضرکم الا اذن، مگر یک کمکی، یعنی اذیت و آزار خیلی کوتاهی، خیلی کمی میبینید شما. اون چیزی که به شما میرسه چیز زیاد بزرگی نیست. اونها اهل کتاب، مسیحیان، یهودیان نمیتونن شما رو آزار زیادی بزنن در راه دعوت. و یقاتلوکم، اگر در جنگ هم با شما وارد بشن، و یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اونها میچرخانند پشت هایشون و یولوکم میچرخانند به سوی شما الادبار پشتشون و ثم لا ینصرون و سپس یاری نمیشن. اگر مسیحیان و یهودیان اولش که خب ضرر زیادی به شما نمیتونن برسونن، بعد از دعوت امر معروف نهی از منکر، پذیرش توحید و ادعام که از اونها ایمان میارن، مثل عبدالله ابن سلام و دیگرانی که از یهودیان و مسیحیان ایمان آوردن، و اونها بعد ضرر و زیانی به شما نمیتونن برسونن. اگر در جنگ هم با شما وارد بشن شکست میخورن، فرار میکنن. و تاریخ مدینه منوره هم ثابت کرد که یهودیانی که بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نضیر در مدینه بودند، اینها هر سه تا شکست خوردن، ریشه‌کن شدن و تار و مار شدن و جلای وطن شدن. ثم لا ینصرون و سپس یاری هم نمیشن. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، ضربت علیهم الذلة، زده شده بر اونها مهر ذلت. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا، هر کجا که یافت بشن. ثقفوا یعنی وجدوا، هر کجا که یافت بشن. الا بحبل من الله، مگر به ریسمانی از طرف الله تعالی، و حبل من الناس، یا ریسمانی از طرف مردم. مگر اینکه اینا هر جا باشن ذلیلن، این هر جا باشن در بدرن، خاک به سرن، تار و مارن. مگر اینکه به حبل من الله، به ریسمانی از طرف الله تعالی، مگر اینکه الله تعالی به اینها رحمی بکنه با مثلا جزیه دادن، جزیه پرداختن به مسلمان ها در حکومت اسلامی، دولت اسلامی، اینها بیان و زندگی بکنن. یا اینکه به حبل من الناس، یا اینکه چنگ بزنن به یک عده از مشرکین دیگر، به مسیحیان و یهودیان دیگر، به غیر مسلمانان، و از اونها بخوان التماس بکنن که اونها رو حمایت بکنن و به اونها جا بدن. اینها مگر اینکه یا به دست به دامن مسلمان ها بشن، حبل من الله یعنی ریسمان از الله تعالی، اینجا یعنی زیر نظر مسلمان ها به اونها جزیه بپردازن و در حکومت اونها زندگی بکنن، یا اینکه برن پیش غیر مسلمان ها. و با او به غضب من الله، اینها آوردن، اینها شایسته این شدن، اینها به این درجه رسیدن. و با او به غضب من الله، با خشم و غضبی از الله تعالی برگشتن، یعنی برگشتن به سمت خشم و غضب الله تعالی. و ضربت علیهم المسکنه، و اینها ضربت علیهم، و زده شده بر اینها مهر ذلت و مهر فقر. مسکنه از کلمه مسکین و مسکن از یک مصدر هست، و فقر. گرچه در ظاهر شاید احساس بشه که یهودیان امروزه خیلی ثروتمندن و خیلی از شرکت‌های بزرگ دنیا دست یهودی است، اما اون فقر درونی، همیشه اینا خودشون رو فقیر احساس میکنن و همیشه به دنبال دست آوردن پولهای بیشتر هستن و همیشه اون حس فقر درونی، اون حس بی‌نیازی در اینها نیست، همیشه اون قناعت در اینها نیست. و در سوره مبارکه بقره هم ما داشتیم که الله تعالی فرمود که ولا تجدنهم احرص الناس على حیاة و من الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، در آیه 96. الله تعالی می‌فرماید که در ادامه ذلك بأنهم، این به خاطر این هست که کانوا یکفرون بآیات الله، اینها کفر می‌کردن بر آیات الله تعالی، نمیپذیرفتن، پشت می‌کردن. و یقتلون الانبیاء بغیر حق، و می‌کشتن انبیا رو به ناحق. ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون، این به خاطر ملک‌ها عصیان می‌کردن و به خاطر ملک‌ها تعدی می‌کردن. 4 تا جرم. اینها کفر می‌کردن با آیات الله تعالی، می‌کشتن انبیا رو، اینها عصیان می‌کردن، تجاوز و تعدی می‌کردن. از آخر اگر برگردیم اینا تعدی می‌کردن از حقوق الله تعالی، از اون حقی که به هر حال خط سرخایی که برای اینا کشیده شده بود، بعد امر رعایت می‌کردن، رعایت نمی‌کنن. اینا تعدی می‌کردن از حقوق الله تعالی و این سبب عصیان اونها میشد. و چون عصیان می‌کردن، یکی از عصیان‌ها اینها بود چیکار می‌کردن؟ دست به قتل انبیا می‌بردن و چون قتل انبیا رو انجام دادن و انبیا رو کشتن، کافر شدن. اینا کافر شدن با قتل انبیا که سببش عصیان بود، سببی که در اثر تعدی و تجاوز از حقوق الله تعالی بود. لیسو سواء، البته همشون یک گروه نیستن، همشون اینجوری نیست که همشون این گونه باشن. ناگفته نماند که این 112 آیات مشابه هست با 61 در سوره مبارکه بقره و آیه 21 از همین سوره، و تشابهاتش یه نگاه بندازید. بعداً ان شاءالله در برنامه بعد، ابتدای برنامه، بعد از این که حفظ کردید آیات رو بیشتر صحبت می‌کنیم درباره چگونه رمزگذاری بین اینا. لیسو سواء، اینها با هم برابر نیستن.
مخصوصا در آیه 112 روی این مسئله حواستون باشه وقتلون الانبیاء بغیر حق. اونجا داشتیم وقتلون النبیین بغیر الحق در آیه 61 وقتلون النبیین بغیر حق در آیه 21 سوره آل عمران و اینجا وقتلون الانبیاء بغیر حق. لیسوا سواء، اینا همشون برابر نیستن، همه مثل هم نیستن. من اهل کتاب، از اهل کتاب امتون، یه گروهی هستن قائمتون که اینها پابرجا هستن، قائمتون ایستاده هستن، ایستادگی دارن، پابرجا هستن. یتلون آیات الله، تلاوت میکنن آیات الله تعالی رو آنا اللیل، در پاسی از شب، در قسمت‌های از شب. و هم یسجدون، و در حالی که اونا سجده میکنن. اینها خطاب این آیه مؤمنینی هستن که ایمان آوردن از اهل کتاب، عده‌ای از اهل کتاب که ایمان آوردن، اینا استقامت داشتن. استقامت از چه راهی حاصل شد؟ تلاوت قرآن کریم، قائمه. اینها ایستادگی دارن و استقامت دارن. استقامت یکی از صفاتی که سبب میشه انسان استقامت پیدا بکنه. یتلون آیات الله، یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون، تلاوت آیات الله تعالی در پاسی از شب و در حالی که سجده میکنن. و آنها سجده هم میکنن. یؤمنون بالله، ایمان دارن به الله و الیوم الاخر و روز قیامت. و یأمرون بالمعروف، امر معروف میکنن. و ینهون عن المنکر، و نهی از منکر دارن. و یسارعون فی الخیرات، و تلاش میکنن، میشتابن در نیکی ها، مسابقه میدن، سرعت به خرج میدن. پس این چیزایی که سبب استقامت میشه، تلاوت آیات الله تعالی در شب، سجده کردن، ایمان به الله تعالی و روز قیامت، این امر معروف، نهی از منکر و تلاش در راه خیرات. اینها این کسانی که ایمان آوردن، مؤمنین اهل کتاب، اعتقاد اینا نسبت به قیامت مثل اعتقاد بقیه اهل کتاب نبود که میگفتن و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا و نصارى در آیه 112 سوره مبارکه بقره. اینا اونگونه نبود که اینا بگن که فقط ما از کسانی که در بهشت، کسانی بهشت میرن که یهودی باشن یا مسیحی باشن، و مثل کسانی نبودن که در آیه 80 بقره گفتن و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، و در آیه 24 سوره آل عمران شبیه همین داشت و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ما هرگز به ما جز چند روزی عذاب دیگه، چیز دیگه به ما بیشتر نمیرسه. عبدالله جان یک چند دقیقه دیگه به من اجازه بده تا من بحث تمام بکنم. و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات، و اینها امر معروف میکنن، نهی از منکر میکنن، و یسارعون فی الخیرات، در نیکی ها تلاش میکنن. و اینها صفاتی هست که باز هم الله تعالی بحث امر معروف و نهی از منکر رو خیلی پررنگ در این آیات، بحث امر معروف و نهی از منکر چندین بار داره تکرار میشه. در آیه 104 داشتیم، در آیه 110 داشتیم، اینجا دوباره امر معروف و نهی از منکر ذکر میشه و یکی از ستونهای جامعه اسلامی امر معروف و نهی از منکر. و این گونه نیست که ما در مقابل امر معروف و نهی از منکر بگیم خب هر کسی هر کار میکنه آزاده، و یا اینکه کسی حق نداره کسی دیگر نهی از منکر بکنه. بله، قانونهای دنیا اینجوریه. یه قانونی که برای نظم و انضباط در جامعه اجرا میشه، با مخالفین اون قانون، با کسانی که تمرد میکنن از اون قانون برخورد میشه. و وقتی هم که برخورد میشه کسی حق اعتراض نداره. مثلا شما قوانین راهنمایی و رانندگی به نفع بشر تدوین شده، بدون شک قوانینی است که باید احترام بشه اونها و واجب رعایت کردن اونها، به خاطر اینکه این قوانین به خاطر حفظ و منفعت، حفظ جان انسان ها، منفعت انسان ها و رعایت به هر حال مصالح انسان ها تدوین شده و باید رعایت بشه. و اگر کسی تخطی کرده از این قوانین، اون برخورد میشه. و اگر کسی برخورد کرد با کسی که قانون به هر حال مثلا راهنمای رانندگی رو زیر پا گذاشته، دیگران حق اعتراض ندارن. چرا با این برخورد میکنه؟ آقا قانونی که به نفع مردم گذاشته شده داره برخورد میکنه. همین قوانین دین الهی هم همین جوری است. یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. الله تعالی در دین برای شما حرج نگذاشته. الله تعالی اراده آسانی داره برای شما و نه اراده سختی داره. در جامعه‌ای که یک جامعه اسلامیه و همه اکثریت جامعه اسلامی هستن، مسلمان هستن، یک قوانینی برای به نفع بشر گذاشته شده و حالا کسی داره مخالفت میکنه با این قانون، این با این کارش داره جان دیگران به خطر میندازه. کسی که چراغ قرمز رد میکنه قبل از اینکه جان خودش رو به خطر بندازه، جون تمام کسایی که از اون طرف چراغ سبز دارن میان به خطر میندازه و باید با این انسان برخورد کرد. ما بگیم توی کشتی وقتی که کسی کف کشتی رفته طبقه پایین داره سوراخ میکنه کشتی رو و میگه خب من سمت محله خودم رو سوراخ کردم، تمام کشتی که داره به سمت مسیری تو این دریا حرکت میکنه در خطر الان، چون این آب داره میاد و نه تنها اون، بقیه هم تو این کشتی سوارن که این سواره. و در یک جامعه وقتی یک نفر منکری رو انجام میده، داره تمام امنیت جامعه رو به خطر میاندازه، تمام اخلاق دیگران رو تحت شعاع قرار میده. خیلی از این یاد میگیرن، خیلی
برخورد میشه با این، خیلی دیگه به هر حال امنیت ایمانیشون، امنیت اخلاقیشون، امنیت اجتماعیشون زیر سوال میره و باید با اون برخورد کرد و نهی از منکر کرد و امر به معروف داشت. اینها الله تعالی میفرماید از اهل کتاب کسانی هستند که این کارها رو میکنن و ما یفعلوا من خیر، و هر کسی که و هر کاری که انجام بدن و ما یفعلوا و انجام نمیدهند و ما یفعلوا من خیر و ما یفعلوا ببخشید و ما انجام میدن از خیر فلا یکفروا و ما یفعلوا من خیر و هر چیزی که انجام میدهند از خیر و ما یفعلوا من خیر فلا یکفروا هرگز کفران نمیشن، یعنی انکار نمیشه و اون چیزی که از خیر انجام بدن نادیده گرفته نمیشه و به فراموشی سپرده نمیشه و الله تعالی آگاه هست به کسانی که تقوا پیشه میکنن و الله علیم بالمتقین و الله تعالی آگاه هست به حال کسانی که تقوا پیشه میکنن و اینها مواردی بود که به ما کمک میکنه تا امر معروف نهی از منکر، چنگ زدن به ریسمان الله تعالی، پرهیز از تفرقه با کسانی که در توحید با ما مشترک هستند و پرهیز از تفرقه و اختلاف با اونها در اصول دین و جدا شدن و بحث امر معروف و نهی از منکر، نترسیدن از کسانی که در سر راه ما قرار دادن، دوستی نگرفتن کفار و مشرکین. همین ها مواردی هستند که قبل از بحث جهاد که در آیات بعدی ما ان شاء الله بهش میرسیم، در آیات 121 122 مباحث جهاد مطرح میشه، بحث بدر و احد میاد و ان شاء الله بحث مفصلی است که بهش میرسیم. این مواردی است که بعد رعایت بشه تا بستری فراهم بشه برای جهاد با اون احکامی که الله تعالی اشاره خط کرده در آیات جلوتر و نمونه های عینی و علنی که مطرح خواهد شد. وقت ما پایان رسید، بلکه چند دقیقه هم گذشت و ان شاء الله توضیحات بیشتر در باب مشابهات این آیات رو به جلسه بعد مکمل میکنیم. اگر نظری، پیشنهادی و یا انتقادی دارید امیدواریم در جلسه بعد ان شاء الله تماس با شما عزیزان رو هم داشته باشیم در پایان برنامه و میتونید با ایمیل بنده سلیمانی @besalhaq.tv مکاتبه بکنید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو میشنویم، یا اینکه با روابط عمومی کانال شماره تلفنی که همیشه روی اون به هر حال زیرنویس سبز رنگ میبینید تماس بگیرید و بذارید و یا اینکه از طریق پیامگیر کانال هم که تبلیغاتش در کانال پخش میشه شمارش بتونید تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما رو حتما ان شاء الله با گوش جان خواهیم شنید و خوشحال خواهیم شد از نظرات شما. در پایان از الله تعالی خواست داریم تا تمام عزیزانی رو که از پدران، مادران، خواهران، برادران، همسران، فرزندان، اساتید و شاگردان و دوستان و آشنایان و تمامی امت موحدی رو که قبل از ما از دنیا رفتن مورد رحمت و مغفرت خودش قرار بده بگید آمین. تا برنامه بعد همیشه عزیزان به الله متعال می‌سپارم. الله یار و نگهدارش. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا